به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اما بعد، سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک انشاءالله که برنامه را آغاز میکنیم. برادران عزیز، امروز ما این خیلی موضوع خاص نمیگذاریم که در یک موضوع صحبت بکنیم. برادران عزیز، هدف من سرجمی ملت است، سرجمی مخالفان است. هدف من انقلاب کردن در تاجیکستان است. و همین خاطر برادرای عزیز، من یک چیزی ما درباره چی موضوع باشه صحبت میکنیم، نه که باید مردم ما سرجم بشه. باید که ما سرجم بشیم. برادران عزیز، رقم‌های تلفن هست در روی اکران. شما میتونید که به رقم‌های تلفن بگیره، زنگ بزنه، یک سر یک مسئله بیایم، یا که بگیم که در سری نوار فکر نظرهاتون رو بنویسین، یا که بگیم که در وارد استودیو بشین و بیاین صحبت بکنیم. کاری بکنیم که مردم بیدار بکنیم. چی گپی هم ممکن من نمیتونم گفته، شما میایین اینجا میگین که یک لقمه میتین که مردم به همو بگیم گپ بیدار میشه. بیای کاری بکنیم که بگیم یک دولتی همه شمول بسازیم. و علیکم السلام برادران عزیز، در کامنت ها خیلی فعال هستند، می نویسند. تشکری میکنیم که گپای خوب می نویسه، یا که یگان مثال میاره می نویسه. تشکری میکنیم. نفرانی که گپای قبیح می نویسه، برادران گرامی، من با یگان تا شما بدی نکردم که شما امروز نمیدونم برای خیلکی بنویسه نسبت من، یا که خائن می نویسه. رحمانوف نمیتونه من دکزت بکنه که من خائنم. تو چخه من یک بار در بگیم که یوتیوب تماشا کرده است، تو مرا بگیم که مهری خائنی میزنی. خائن همون نفریه که در کارهای امام رحمانوف داره میکنه برای ملت خاموشه، یا نه اون انسان هم خائنه و مثل رحمانوف. همراه خان ظریفی جاشید بردی دیپلماتی سیاسی بد گفت سرزمین در خطای دادن. رحمانوف گری برد زندانش کرد. یعقوب سلیم گجاشید که در لیلنابا در ولایت سوخت، بگم ای تیر توپ خلاصش کرد. گجاشید. این رحمانوف با یگان آدم رحم نداره. این دیکتاتور بیرحم شه. این چه خیلی میخواه همو خیلی میکنه، همو خیلی زندگی میکنه، همو خیلی قانون میبره. و همین خاطر مردم، ما یک عده مردم ناراضی هستیم، میخواهیم که رحمانوف نباشه. بیاید سرجم بشیم که بگیم که همین قانونایی که امروز داره میبره باید ما بگیم که ایستادگری بکنیم. برای سوید مثال قانون برآورد، یک از صدا بلند نکرد، ولی در همین سال 2025 تماشا میکنه که چند نفر میبره، نمیدونم با 27,000 تا 90,000 سومون جریمه میکنه، یا که 10 سال 12 سال زندان میبره. و شما یکم سویت بتین، بعد طلب بکنین. شما 2 ساعتی سویت میتین، با همین هم مردم از سومش نمیرسه که در همین 2 ساعتی شما بگیم سویت یا نمود قیمت کرده که 36 37 دیرم. این اگر مقایسه کنی با دیگر جاها، سویت ارزون است واقعا در تاجیکستان. نه که وقتی که بگیم که تو در تاجیکستان زندگی داری، یک معاشه که نمیدونم 1,500 سومونه تا داری، بگیم که 2 تا 3 تا فرزند داری، اون دیگه با تو بگیم که کیفایه نمیکنه، نمیرسه. برای همین خاطر ما میخوایم دولت باشه که بگیم که معلم، نمیدونم دکتر و یه نیو دیگرش، بگیم که اویلی که داشته باشن که نیاز بگیم به یگان کاری دیگر نداشته باشن.
اینجا یک بدبخت عبدالرحمنم داره چیم داره تو نخواه تو بدبخت. من در چه حیران میشم که کامنتار اهمیت میتیم. شما عبدالرحمنی که اینجا دیتا دشنام کده سودی کو شما مردک بشین اینجا برای بچه هره قطعی من صحبت که نم دشنامو تو اجازت های نم اجازت های که شما همین دشنامو را پروست من ببینم شما را شما کیه تمام این قفه کامد روی دشنام تاخیر شما فکر میکنه که من همیشه شما را یگان چی میگم من شما با خدا میسپارم شما اصلا دانسته بگیرین که وقتی شما یک انسان دشنام میکنین تحقیر میکنین значит تو ضعیفی تو نمیتونی یگان کار کرده تو فقط همون دشنام کرده میتونی و خلاص. خب اسدالله علی علیکم السلام. خب محمد تقایف سلام علیکم. علیکم السلام. چه شما خوب هستید؟ تشکر الحمدلله خوبیم. این آدمایی که دشنام میکنن اینا همون زناشان مادراشان اهل بیتشان فویش هستن. همین فویشه تگی پای رحمانوف. اینا مرد نیستن که برام با چهره گوین که ما مردیم ما پیشاب ملت تاجیک پشتیبانی میکنیم و یگان جنایت نکرده است. دینا خانه مردک زده در آمدن 4 نفر به اجازت شوهرش برداشتن گرفتن برفتن. با خویلستانش بخشش ناشرمیده به پیش میگویم. به پیش همین است که خانی مردک به اجازت زده میدرونیم. یا چی برادری عزیز همینجا یک نفر به نام امو عبدالرحمن میگه خواهین ارزندش دشنام خواهین تو بیا یک چیه دکزد که من خواهینم والله اگر قسم ای که من دیگه بگم که مبارزه ببرم بیا دکزد بگی که من چی کاری خواهینی کردم. کسی اگر زیدی رحمانوف گپ زنه شما اگر این چیزا خواهین بدونه شما این خواهین برای که ما قبول نداریم رحمانوف این نظام قبول نداریم این قانونای جنگلیش قبول نداریم. شما بگیم نمیدونم دساوگیره که نمیدونم شما همون ملسیدگیاش شما خیلی طایفه انسانه که یک نفره که دین شما را یک نفره که سرزمین شما را یک نفره که همه محدودیت ها برای آدم ها میکنه شما ما برای همون انسان بگیم که دفاع میکنید. اینا همون شخصایی هستن که به خاطر دو پاچکه رالتان زن و مادر و خواهرشان فروختگیان. اینا نه مقدسات دارن نه ننگ و ناموس دارن نه شرف دارن. برو مردک باشی من رنگ الماس صحبت کن پیشروی های همون پیشا بوده گو مفهمیم که چی گپا چی خبره. چند روز شد زمین جنبی شد حال مردم همدردی نکرده است. با دروغ کاروانی ماشیناش هم برای نشت میکنه. کاروانی ماشین های بیزنسمن ها به نام امام علی شیطان. این فریبتان نمیگذره دیگه تمام. تنها الان پیشاب ملت تاجیک ما کوز میمونیم بعد شما هم رها میشیتون الان ملت سرسختی خار و زار و در بدر خاک بسر هم رها میشه. اینا به اون گپی خوب نمیفورد برادر عزیز. فهمیدید؟ اینها کاکوی اتوت تاکوی پروید میگن تاکوی پروید کاکوی اتوت میگن گان روسو. اینا باید هم خیلی جواب دادن کو. ما ان شاء الله با بدتر اگر وقت شود میدرویم. تشکر رویم برادر برادر عزیز. صحبت کنم. خب سلام علیکم. تشکر خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر این بگیم که نفرهایی که دشنام میکنه شما از خدا بترسین باور کنید. شما مردک بشین لینک گذاشتگی در زیر نوار بیا قطعی من با چهره گپ زن بگو که همون دشنامات در همین اکرام بگو که من ترا ببینم. می برای در کامنت ها می نویسه شما دیگر بگیم کار نداره این روی مردکی نیست. من مردکم با چهره برآمدم زید رحمانوف میخوام که رحمانوف یک طرفه بکنم مردم اول دگیر دوانه هم جمع بکنم برنامه خدمت پیشنهاد بکنم برای مردم که محبوب دل انسان ها باشم. اون انسان هایی که اصلا بگیم زید رحمانوف به من جلب بشوانه سر یک مسئله بیایم و بریم رحمانوف یک طرفه بکنیم. من هدف من نه چیزه تا هدف همینجا درآمده یا نمیدونم یک نفر تعبش خیره کردن اگر باشه توکلت به خدا.
خب عبدالرحمن. سلام علیکم و رحمت الله. مردم شریف تاجیکستان و برادر الماس. من همون عبدالرحمن نویستگی بچه من خیالم که همون عبدالرحمن اومد. نه او عبدالرحمن به غیرت هم خدا هدایت چون کنه اگر لایق باشن نه خدا خودشون کنه قطعا پیشواشون قطعی پیشوای نورده برای اینه بیندر اینه بد اینه میلاد اینه بچه تر صدقه همون بگیم به همون حاجی همین چیزی گفتی کو به خدا کو اینو دتاو این همجا که محمد تقای فداشنام داره نمیدونم بودیک میگه یا چیز دیگر میگه. خب بفرما برادر. الماس خسته نباش برادر. احسن که هر وقت میایی افیر میکنی درد غم ملت مقصد به ملت صحبت میکنی. که این نفرها بودن میمونن انت رفتن میگیرن. مقصد گفتی خطون که برو خیلی پیشواد یک حمایت که خواهد جسورت داری و خواهد ناموس داری ایامی ملتچگی محلچگی ای شیطانگری ای بیناموسیشون هیچ یا دیگر موضوع در نگذاشتند. شعورشون کار نفرموندن که خوبی زندگی آزادی مو حقی مو ناموسی مو باید چخیل حمایت شوید که در کدام اندازه باشه در کجا باشه ای پای نگشتن فقط ای پای یک ریدن نون ای پای شکم ای پای گفتی چی که و یخچون گشتن. یک دقیقه برادر عزیز عبدالرحمن یک دقیقه همیشه یک سینا رجبوف نوشته شده که من دباوید که برادر عزیز من ترا نمیتونم کدام بخوام همون انسانا قبول کنم در استودیو این همجا لینکای مجقیشم مدرو این همجا رنگ دیگه انسانا صحبت بکنیم. من نمیتونم مردم کسی خودم بخوام هوا را بگم که دباوید کنم قطعا همونو صحبت بکنم کسی بیایم اونجا قبول میکنه یگان مشکلی نیست. به همین خاطر اونجا لینک گذاشتگی میتونه که همونو بجقی بگیم که همین استودیو میایم که صحبت بکنیم. خب برادر عبدالرحمن بفرمایید. خب ما برادر الماس هر وقت هرگاه در این میدان هستیم در موقع خدمون استواریم انشالله دیگه نمیدونیم با این مردم چی بگیم موقعی اصلا با همه وایای شما که چی میگویم نیروی شما که هر زمانی مقصد میخواهی که با این ملت صحبت کنن یا که بفهمونه که همه ظلم های واقعا ظلم های آزی درباره سوید گفتی ما یک کشوری مایده یک ده نظر به تاجیکستانی ما 3 برابر اکو حدود چکو نمیدونم حدود چم مایده احوالش هم 3 برابر کمه یک من در طول 2.5-3 سال یک بار ندیدم که یک دقیقه سویت بکشن اگر خو گرونه خو ارزونه ایمو دیده ارزونه نه که هر چیزی که باشه یک دقیقه ندیدم که بکشن آبی گرمش هست گازش هست همه شرایط هست پنسیشون دیدم پنسیوی میانش یک مشاهده کردم گذاشتم پرس کردم آخه قریب 150 تا 200 180 یورو را میگیرن این یک کشور مایده ولی اروپا در نزدیک است اما اروپا نه حساب نمیخوره ایمو دیده نگاه کرده چقدر بهتره 500 600 یورو مثلا که با خدمون نمیدونم چقدر پلو میشود سومونی خطی یک کارگر عادیش در هر یک جایی که کار کنه هر یک شرکت در تا 1000 1500 یورو را یک میانش پستش 500 600 یورو یک کارگر پست شد در مو یک معلمی بیچاره میزنه یا 100 و چند یورو ویلیک میگیره یا اونگی نمیگیره با 5-6 کودکش. ای مسلمان خدا ای ملت اون نخو خودتون عزت نکنین آینده فرزنداتون فکر نکنین این چی روزه اخی یک اولاد هم مرا غصب کدگی این همی بگیم که یک مزاق و خطی حکومت رونده سای همین ملت تحقیر کرده سای این ملت بازم خاموشه این کشتن و زندان کردن این چیزا شکل معمولیه این هرگاه هر وقت این بازی های افلاس افراطیش هر وقت هسته و انجام میده نه که من نمیدونم
اینقدر میبینیم همین یک درد دیگری که ای رسانو تا واقعیتو مقصد چقدر دخترای جوان رسوا شده است. این برداشت کیه؟ این تعلیم کی بوده باید صد راه این حرامکاری و افلاسی و افراطی میگه افراطی آخه او دیده اون نظر تو که هست در برای دین گپ میزنی افراطی اونجا در داخل در تگ بینی خود افراطی هم افراط همین افراط افلاس هر یک مضمون است. آخه نسل آینده را افلاس کرده است. این دیگر نمیدونیم. بعد او مادر تاجیک چخیل مقصد که یک مادر بود که فرزندای بابایا می آورد که یک فرزندای واقعی حاجی این میبخشیم ما تحقیر کردن نمیخواهیم نه که در صورت همین خیلی فاحشه محشر شما تربیت کردید پگه از اینا چی امیده در زندگی نه شرم در اینو نه حیا روز سیاتوری حکومت و حکومت داری خطی این اولادداری کرده سای حکومت داری نکرده سای یک اولاد پرستش کرده سای و در اطرافت چقدر با یک رئیسای بیناموس و وزیرای بیناموس و شیطان و حرامزادهایی که هستند ای امنیت سرکرده تو ملیست تو دیگر مقامات همش یک بیناموس شکمشرونن استفاده از نام تبو و یور هم میفوره استفاده از نام گفته چی که پیش پا همه خیلی افلاسی را کرده رفته است برای امروزه نفس خودشون نفس فرزندای حرامشون که فرزنداشون در یک مقام و مرام و در یک شرایط خوب زندگی کنه تمام آینده فکر نکرده است یکم ذره اینا واقعا دامون الله باشه خدا نگهبان من یک سوال باز هم شما وارد شده یگان مشکلی بود در همین در نه همون سلکه که شما مونده همون را میجخیست چند تا کنوبکه و میجخی اگر شما در کمین مونه سلکه را شاید دیگر رو بیافته نتونن در کمین توک داره همون را میجخی و انجا میبروی و کبود نوشته شده استریمیت و میجخی دیگر خودش میبرد صورتی و دمچه میبروی مقصد ده و دیگر همون چیزی که کبود هست همون کبود چه زیر کدن میگیری بخواه یک خیمو نامو نوشتگی автомاتی میبره بعد اونجا نام تا بنویس میگه خیلی هر چی که مینویسی نام تا بله دیگه داخل میشه مستقیم یگو مشکلی نداره اینجا چند نفر رو پرسیده است جان که همین نمیشود در آمده همین خاطر خطی پرسیدم برای که خلکی میشود که من گذاشتگیم لینک هم در زیری بگیم همین نوار موندگی های در کامنت ذکر ریپیت کردگی های همون اگر باشه برادرو باید چت بمونن در چت بمونن ای چت شاید بینن داخل شدن شما خدا نگهبان برادر عزیز یک امید دیگه یک انشالله که دادگاه بین المللی پای رحمان و میکشه و خداوند یک چیز سبب میکنه هر چی زودتر این ملت سرجم کنه و با آزادی واقعیشون برسونه خداوند نگهدار همتون زنده باشه تشکر زیاد خدا نگهبان برادر خب برادران گرامی قدر جز لینک در زیر نوار گذاشتگی در کامنت ذکر ریپیت کردگی شما میتوانید که بگیم طریق همون لینک همه که در زیر نوار در جایی که ایشان نوشتگی همون بگیم که میجقه تمام وارد استودیو میشه بعد اینجا مدیراتور برادرای عزیز شما من یک چیز نمیفهمم شما این وایت در همینجا بگیم بلاک کرده شیشته نفرهایی که واقعا دشنام دارن من ندیده شدم دشنامه همینجا ایستادگیان شما بگیم که این وایت اگر هم خلکی باشه برادرای عزیز من شما را بگیم که کلا ای مدیراتوری میگیرم شما با جایی که بگیم که یک دشنام یا خورد اگر پی قبه او دلید بکنه زیر نوار بین همدیگر خب اینجا خب یا ایالا بعد سلام علیکم سلام علیکم
خب این مردک نیست اسدالله علی. سلام علیکم. و علیکم سلام. بچه همین خطا در دهن دیقبال کم کم توفه اگه قدر رو گوش نیست دمای اخیر ده یا دروغ ما بگو همون بانیای مهاجرای قرغه زمان دین اوف اف اوف گفتن روسیا نشد دروغگوی یک اینا بعد میگوی من خوی نیست روخی یه دقیقه بیست اسدالله والله قسم ای که تاجیک در همونجا همه آدم من زنگ زد والله قسم ای تاجیک که در همونجا اشتراک کرده لفت کوب شده همه آدم قطعی من صحبت کرد چی باید در همین رادیو آزادی پیر تونه پدر تونه رادیو آزادی نمون نمیگنش ما یه بچه کانت شرم کنه خدا شرم کنه مردم گمراه نکنه تحقیر بشوه نمیشوه که همین کار چی باید فید نداختین تاجیک نیست در روسیه تاجیک من زنگ زده همون جایی که لط کوب شده همون بانیا اوبوزیکنی رفته لط کوب شده همون روز گفت که همجه ده من بدم تاجیکا 20 نفر زیاد بود گوش که اوجا هم رادیو زودی همه پدر خوینو رادیو زودی های اگر میبد نام فامیلش نام میبروارد گوش که خوب گوش که چی بای میلاد بخش نمیپرس که همجا من خطا کردم برای چی بخشش گفتم مردم لط او خطا کردن رو گفتی و کرغت بود کرغت بود اسدالله سراسیمه نشه من یگون گپی دروغ گفتم من ترا قسم خورستم من همه آدم در کل شوازی میارم رو همین استریمه بیارش بیارش یک تایگن هم خیلی چیه اوخی مثل خیلی یک تایگن هم کس تاکی ما بدیم بگیم میافته یک مالا نگه درنی آدم داریم گروه 24 گوید حکمت آدم داریم راهبرش گمشه 6 ماه پس تا تاجیکستان تیرو ندن درکش نیفتن شما همی درنده بود و مرا زنگزده بانو را درو نگین اوخی من ای روسیه زنگ زدی من ای تو باید تاجیکستان اسدالله من رنگ دیگه مخالفه وره آدم ندارم در تاجیکستان من اینم 4 تا مهاجر را میشناسم فهمیدی من همه دارن درو میگن همه تان دروگوی نوخی قبول کنن که همه هم سنگرداتون نمید همه کروک دروگوی نه همه مردم دروغ میگن همه مشکلات تو مشاهده نمیکنی که همه خیلی مشکلات در مهاجرا هست حکومت یگون بگیم که یگون کار نمیکنه همین چیزا نمیبینی فیلی گوش که روس روس همون قدم مهاجری هست در همون روسیه پردیت همه شاید شما که اینا دیده قزاق قرغز ازبک همه را غم میتا تو قطاجی که غم نمیتا فهمیدی بارا قرغیز برمت گپ شگوف پسالی بگن روسیه در قرغیزستان دعوت کردن که در پارلمان قرغیزستان گفتن که همه سری رای همین چیزا بگیره چون یا تاجیک نمیگه که چون مهاجرای ما را غم میتی چون نگفتن بابا دروغ گویو نگفتن نه بچه رحمانوف هر روز بر روسیه میره سفر میکنه روسیه به اومالی و هر روز با آدمو وام میخره چون یه بار نمیگه که همین مشکلی مهاجرا را بیا ما حل بکنیم که میگن گوش شنوا در کره نه گوش شنوا در کره ای بچه ما در همین اینترنتو نگاه داریم که رحمانوف میره چیکار میکنه که رستم چیکار میکنه تو یه ویدیو بیار نشون بده تا این ویدیوی گوشت نمینه اونجا پایون دبه که من گپام بگم که تو گپ همه بری تو ای ویدیوهای مخالفین بریده در بگم یوتیوب کانالت موندن ده تو فقط رستم قطعی امامعلی رکلام که این ای کارا برای خلق تاجیک کده سودیان او فایدهش برای تو طرفدارای تو بهتره دو مخالف نمیدونم ویدیوش هم میگه در کانالت میمونی این کار نیست تو کار چاپلوسی های طرفداری های حکومت داری در یک حکومتی که بگیم که همه چیزا رهادی تو خودت همون نفر نبودی که برای همین سطر حجاب دفاع کردی بردن 15 سودکر استد کردن تو همون آدم نیستی ای بچه در تاجیکستان نیست آزادی تو اگر طرفداری رحمانوفی ممکن زندگیت خوبه گپت ندارم نیکی یک کار بکی که با فایده همون خودت همون حکومتت باشه
میبره اینه با وای و با این خلاکی نه بیاین من نیافته شدم یگان نواره که اینه دیروز بود پری روز برادر عبیدالله یک هفته ها برآورد بگیم خبر خواره که در یک هفته اخیر یگان بگیم که سخن نگفتن سنی روسا که مهاجرای ما در روسیه تحقیر میشوند دشنام میشوند همه چیز میشوند حکومت ما یگان واکنش نشون نداده کو یک چیز یا همین بیارین هم یه هفته نه یه ماه اخیر ده تا همین چیز بیار که بگیم که ای بچه برماد برف کو خب برادرها کامیراتون رو بکشین خواهش میکنیم تاجیک بعد 7+70 بعد عبدالله تاجیک بفرمو سلام علیکم که و علیکم السلام همین یک گونه چاپلوسا را میگم همین سوال سنتیم همین میشنن کون سونا میدرونن یک بار عقلشون نمیگیره که ما کون درونده ایستیم یک بار همون رستم همین حقارت میکنن ایش حقارت میکنن یک کسی پشت همو میبره حمایت کنه یک کس میبره یک گپ زنه چیقدر کونتون میدرونه همین رحمانوف کو یک تا به یک تا شما را خطانه ترما میکنه مطمئن باشه انشالله با امر خدای خلق بخیزه کو کون شما رو میدرونه نه رئیسو بیناموس یا اونو بیناموسو گرمی اینمی گوسپاندی کار уже در همین چیو پیدا میشوه نه یک گپ زدن میتونه ساز همین دی کی برین و میکنه یگان کار نه چی نمیدن انشالله با امر خدای دفعت را کوزد میمونن خلق بخیزه انشالله مطمئن باشه شما سلامت باشی برادر تشکر زیاد برادر خب برادران گرامی قدر بازم دعوت ما همین است که به طرف نباشه برادرای عزیز بگیم که ابونه شوید در برنامه ما بگیم لایکاتون بگذاره به طرف نباشه خب 7+70 برادر سلام علیکم برادر الماز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام برادر الماز این چوپی گریخ چوا همی فقط پروتفی مخالفا گب میزنه چوا یک بار برنامه نمینه برای پریزیدنت بلاروسیا برمد امام علی را هر گپ گفت چوا یک برنامه برای همون نمینه بله میرینا خود من دامی جا بیستم برادر الماس همین برمد قبولم کجا گپ نیست برادر عزیز خب اگر همجا شما بسته من انشالله اومد قبولتون میکنم خب بله برادران گرامی قدر خب اینجا عبدالله بعد عبدالرحمن عبدالله بفرمو سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام خوبی برادر آمد خوب تشکر همین اسدالله گفته برادر عبدالرحمن که یک سگ یا یک حیوانی پسترینه که در خانه همین حشرات رحمانوف زندگی میکند از تو تازه و از تو بهتر زندگی میکند میخورد میپوشد یک سگ یا یک حیوانی بدترین است توی چی مونده سه یک بار حالت بین رنگت بین خودت به در آینه نگاه کنی بچه که در چی حالتی تو را چی نمیرسد برو کارت بینی تو یگون پالیتیک نباشی یگون خیلی صاحب علم نباشی یگون انسانی بفهم نباشی که برای یک خطیب فکر یا یک چیزی توی چی نمیرسده بچه برو کار خودت بین همون بازار می همون دوزی توزی تا کرده گیر همون عرقت خورده اگر آخی کارت بین بعدم بعد الماس برادر همیشه یک گهدک که باور خدمت تو خودش هم میزند در اسلام تو میزند در زردشتی تو برادرای بدخشانی و دیگر برادرایی که مثل در تاجیکستان تاجیک نمیگن خودشون یا که ما پامیری میگونی و دیگر هر قوم خودشون میگیرد برای چی خودش تاجیک حق دارد و در اون سرزمین زندگی میکند حق دارد ای پدرنالت برآمده
شما نان تاجیکستان خرید، تاجیکستان مادرای شما تولد نکرده است که شما برید امروز ما را طعنه کنید که شما نان تاجیکستان خریدید، نمک تاجیکستان خریدید. شما کی هستید که امروز یک قوم آزاد نام خودش گرفته زندگی کردن نمیتوند؟ و همین گودک همین شب و این مادر توی پارس است، گویا که در اسلام و در بدیعی و در کیمچی گویا که مادرها و بزرگ دارن. ای خبیثچک و عزت که برنامه‌ای توی تماشا میکنه این کارا کرده. ای خبیثچک، اگر مادر میگه شما، اگر مادرهای تاجیک شما مادر گفته گویا چی میکنید؟ تو همین دور و زمانی همین پدرت مادری تاجیک تنها در خانهش نمیبرامد، مادری تاجیک یک جا نمیرفت. ای خبیثچه امروز دختری 17-18 سالی تاجیک آمده حالش در روسیه بین. ای خبیث مادری 70 ساله 60 ساله 50 ساله تاجیک آمده حالش در روسیه در دیگر دولت ها بین. اگر شما مادر دوست دارید خبیثچه و انیخ که گوش میکند یک کودک و در علمومی در کجا میخواند بفکرم و سواد هم ندارد، گویا که همین کمتر خود یک گلوبایو در گام میزند، کمتر گویا مدنی من شاگردای عبدالله راهنما بفکرم همون در خودش کاره گام میزنه، گویا یگان تاریخ میداند، گویا یگان دین میداند، والله که سواد دژ ندارد. اگر شما مادر احترام میکردید، مادری که به خاطر برآمد فهمیش مردم فهمیدن خواست که در همینجا کتای خیلی درباره کتاب سوال جواب کردن، بیچاره مادر کودکی وای دارد چی خیلی شیرخواره امروز در زندان، مادر عبدالرحمن در زندان به خاطر که بچهش درباره حشرات ها چیزی گفته. اون مادر چی گناه دارد؟ وای بچه 18 بالا وای حق دارد برای گپ زدن، حق دارد حقش طلب کردن، همین قانون ما را اجازت داده. خبیثچه تو این چیزای فهم وقتی که گپ میزنی یک مادر میبراری گویا که احترامی این برادر برای مادرش کرده باشد، همین مادری همین پدری خبیثت به همین حال آورد که فرزند بیگناهی همین مادر امروز در زندان به خاطر که برآمد از کمبوتی پدری خبیثت گفته. کمبوتی یک حکومت داره گفته هر یک کس حق دارد این چیز به قانون اجازت میتر. امروز اون بیچاره در زندان نمیدونی تا آخری عمرش تا کجا یک فرزندی بافهم، یک فرزندی زیبایی که مادری بیچاره کلان کرد تا به اون روز رسوند به خاطر که از کمبوتی رحمانوف گرفته امروز در زندان. برای چی این برادر این هم رود پیشوای معظم گفت و خدا گفت و نمیدونم مثل شما تعظیم کرده گردد می که دادر این در زندان است. استغفرالله. اگر شما مادر احترام میکنید یک بار حالتی مادرای تاجیک آمده در روسیه در دیگر دولت ها بینید، والله قسم یک وقت میگذاشتم 1.5 کیلومتر اون طرف از سفارت تاجیکستان یک مادری 60 ساله در زمین شدگی مثل جوگی ها استکان در دستش پول طالبی داشت. 1.5 کیلومتر از سفارت تاجیکستان اون طرف. من فکر نکنم وای تاجیک، من گفتم یگان جوگی وقتی که میگشتم من پول دراز کردم تاجیکی گفت زد. وقتی که دید سیمای من سیمای تاجیکی به نام الله بدنم در لرزه آمد. ای حالتی ما در کجا؟ شما خبیثان مادر احترام میکنید، شما مادرای حال تاجیک به کجا آورده رسوندید؟ زنهای 50 ساله 60 ساله لوچ کردید، بدن حالتو لباس ملی گفته. آیا مادرای تاجیک به اطلس های ترسوک و مایکه میگشت؟ همین است لباس ملی. پیشتنی های مادرای تاجیکی مخنم برآورده لوچ کرده امروز در پیشتون میرقصونید. شما مادر میگید شما را صدقه مادر کند. بله برادر جان، سلام علیکم. تشکر زود، خدا نگهبان. درسته که بگیم میبرن مثال طوری مثال ویدیو مادر من مثال میبرن میمونن. شما برای من طعنه که مادر مرا اینو برآوردن در شبکه‌های اجتماعی. ما زنکای ما نمیبرن خونه. زنکای ما یگان بگیم که خیلی کوچگرد نیستن. زنای ما در خونه ما میشنند. ما همین خیلی برای ما طعنه که زنکی ما را یا که مادر ما را خواهر ما بگیم که در یگان پوبلیکا میبرن نشان میدن. اینجا پروست این قاق ایوب همین روز با یک نوار دیگه یک نفر پرتوف به خدا کو
دست اوگیره که شیطان های باور کنیده اگر خیلی که بعد دیگه آدم ها نمیدونم چه قبول میکنن این چیزا نه که میبروی هر چی میگه که مثال من یک باید کبیری دیکتاتور باید بگم نمیدونم فلانی شد دیگه چیز بگم من اگه دیگه جای عرض نیافتم اگه من به ایوب مراجعت نکردم که بیا من اگه کبیری دیکتاتور بگم دته بگم من چریز یک با کبیری شناسم اخدو چریز یک نفر من پرمایم با کبیری من میبرم صحبت میکنم یگان مشکلی نیست اگر یگان پرابلم دارم من یگان مشکلی ندارم با اون انسان ها پرست جنگ دوزی یا فیدنه اندازی نمیدونم ولی بازی دی گروهی 24 هم چند سی دیگه میزنن بخدا من یگان مشکلی با یگان مخالف ندارم مرحمت میدان ایدالی رای کسی میتونه بزنه بگیره اوشیدگیه منم برمدم میخوام که بزنم بگیرم این همیخی یگان گپی دیگه نیسته کسی میتونه اوشیدگیه دنیا امین بده خب میریم عبدالرحمن همه عبدالرحمن داشتم السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. میگم همه عبدالرحمن که دیگه در داشتم نمیکنم برادر. و علیکم السلام. نه برادر ما کامنتاری ننوشتم برادر. من نمی‌نویسم کامنتاری. تمام اینجا پروست یک نفر داشتم که اگه بود به نام عبدالرحمن گفتنش وارد بشه. ما حاضر کی ولی چی میگن این سخنگوی حکومت تاجیکستان برآمد ما برای همین در اومدم. سخنگوی حکومت تاجیکستان برآمد گپ زد برای همین در اومدم. عبدالخالق یوتیوب ما با فکرم که اینترنت ما سستره همون پدر مهربان تو نمیگو سود میکنه فهمیدی درگاه اگر سود جنایتکار پدر مهربان جنایتکار بوده که خبر دارن ندارن اویو که پدر مهربانشون سود میکنه الله همین حزب نهضت به همین نیتای نیکش برسانه پروردگار چهره کثیف این دیکتاتور با تمام دنیا بفهمانه که این نمیخه نفری را که در تاجیکستان خدا تراشیدن الله مهربان میگه که نماز بخونین این من کرد نماز خونی را الله میگه روزه بگیرین این روزه گیری را من کرد الله میگه که زنها حجاب بپوشن این من کرد همین اسدالله فکر کنم که با شخصی روحانی میگن در تعلیمات دینی هم دارن نه برادر عزیزی آدم مکتب در کلیدار خوندگه ایجاد تعلیم آدم دین بدونه آدم تعلیم دینی داشته باشه بگیم که طرفداری ایسالی میکنن نه برادر عزیزی فکرت خطاه وگرنه این فرماس خطا بوده ما میگیم که این نفری جنایتکار یا اساسگذار صلح و وحدت میگن ما قبولش ندارم برای که طرف صلح دو نفر بود بله مرحوم سید عبدالله نوری بود اونم باید نام گرفته شوه ایرا جناب عالی میگن جناب عالی پروردگار همجا برمد همه کارهای رحمانوف ادنسترانیان یک طرفان لوگو قانوناش اگر اهمیت بتی این قانون رو ورده که کسی مبلغ سویت نمیتیه بگیم که 27,000 تومان تا 90,000 تومان یا که 10 سال 12 سال زندان او طرف قانون نیسته که اون نفری که با عهده گرفتگی که من سویت شما را میتیم جای کار میتیم زندگی خوب تو مینم انا آدم نسبتش چیکار کنیم وقتی که ما را سویت نمیتین جای کار نیست هزار مشکلی های باید ما همون سردار دولت باید چیکارش بکنیم انا ایجاد باید اون قانون باشه نیما همین یک طرفه داره یک حیات و همین خاطر ما نمیخوایم که حکومتی که یک طرفه قانون باشه قانون باید دو پهلو داشته باشه اگر ملت گناهکاره باید که بگیم که ملت جزا بگیره اگر رئیس جمهور گناهکاره بگذار در نزد ملت جواب بده ما نه خداکی حکومت میخوایم رحمان فنا میخوایم همین برنامه‌های ما همین است که برادرای عزیز باید ما یک جا بشیم هر کس مثال امرت بگو یک جورت بفهمون نمیدونم خش تبار تا یک کوارتر در زندگی میکنی در یک استرویکا کار میکنی
برادرای عزیز بی‌طرف نباشید، دعوت بکنید، کار بکنیم که زیاد بشیم. در تماس برین، رقم‌های تلفن هست در روی اکران، اینم بیگوش استراکه موندگیم. برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، زنگ بزنه، بنویسه، کار بکنیم. هر چند زودتر ما سرجم بشیم و یک کار بکنیم. برنامه هست. تنها برادر عزیز، بله پدر مهربانی همین کیرا اسدالله را نام‌های داره کو، مثلا او را جناب عالی میگن، جناب عالی حضرت پروردگار، پیشوا میگنش، پیشوای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، اساسگزار صلح و وحدت نیست. اونجا دو نفر بود، راهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون مرحوم سید عبدالله نوری بود، او هم باید نمبر شواخی در این صورت. این با نمیدونم چی با نام داره، واقعا نام دیگه هم داره، پیشوای سیاره چی بود، چیزی هم داره. همین نامو، همون ناموی پدر مهربان دروغ اسدالله. تا خوش رو فکر که بعد ما همین اسدالله سخنگوی حکومت تاجیکستان میگومش که این پدر مهربان که وزیر اجر وظیفه‌اش رئیس جمهور حقوقی دلخواه شخص میتونه که عفو کنه. همین حقوقش کی را استفاده برد که جنایتکاری با خودش مونان رجب علی در نمو یک تماجنی که کو برابر گفت که گناه معین دزدی کردی چی کردی بگیری بخشیدش نه. بله اکه این خیلی عفو داشته، ایتری عدالت داشته، با گفتی همینو و چی به فرزندی رخشانه حکیم و یک نفر 8 ماهی او حق شیر خوردن داره. این پدر مهربان چوه غم این کودک نخورد که او کودک شیر بخوره ای مادرش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خودش برای که همین حد رعایت نکرد، به خاطر که او زنک طفل کودک داشت، گفت که کودک مایده حدی همون سانسور رعایت چی نکرد، جاری نکرد. این ظالم رحمانوف چه خیلی یک کودک پیش رو نآورد و 8 سال را زندان کردن. با او یک نفر سود میگه که این حکمش وضع بینید. بدبختو اونقدر بی‌رحمن اینو که به همون کودکی که باید شیر مادرش را بخوره، اگر همین رحمانوف کثیف قطعی همین سودی ناعدالتانش همون حکم روشانه حکیم ورا میگفت که به خاطر که همین کودک 1 سال 8 ماه نمیدونم 1 سال چند ماهش اگر همین کودکش کلان شد بعد میبریم زندانش میکنیم، ممکن ما میگفتیم که همین بدبخت عدالت داره. و چوی پدر مهربان تو این قدر ظالمه شما میره نمیبینید. بعد اسدالله خیلی خطا ندارم آدم بری گپ زن، همین مردم که پیترم میفهمن. وقتی که تو داد میزنی ما میفهمیم که تو خودت در گپ‌های خودت اطمینان نداری، برای همین میخوای که آواز تا بلندتر کنی که یعنی که تو با گفتی خودت حق گفته استی، حالا که هرس کردن تو حق بدن تو نیست. برادر عزیز نگاه کده، من همون انسان گفتم که تو برای یک نوار پیدا بکنی که همین حکومتی‌ها که بگیم که رئیس جمهوری روسیه که با کارهای خارجی روسیه و کارهای داخلی روسیه بگیم که یک نوار کرده باشن یا که یک اظهار کرده باشن که مردم ما را ظلم نکنه یا که سبب در چیه که شما داره ظلم میکنه مردم تاجیکه، چوا قرغیز میکنه، چوا ازبک میکنه، چوا دیگر انسان ها میبرن بگیم در پارلمنتاشون گپ میزنن. بله میکنن، معلومه گپ میزنن، ابراز عقیده دارن. این خیلی گپ نیست. اگر ایتسا طلب بکنی عموما خپه، عموما گپ نمیزنن. همین کثیفو خیلی همین حال مهاجر تاجیکن برادر عزیز، این همین بیاد در دل خواه میگراتسیونی سنتری همین روسیه ببین، در همه جاش یک خیلی همین تاجیک تأخیر شده، تاجیک حال نداره، با بدترین حال گرفتاره. در همون سرحدا حال تاجیک معلومه، در ایرپورت حال تاجیک معلومه. آخه اون نودا برای حراس کو داد بزن، ما بگم که تو غم ملت تاجیک خورده سی، همون نفری که تی قدر داد میزنی حراس میکنی براش، برنگ همون ایدیبک وری که نمیخی میبرن یعنی مد میکنن میشینی در اونجا دام گرفته. تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا یک نفر از داخل همین قبول بکنیم که چی میگم. خب بله خدا نگهبان.
خب یک نفر از داخل بعد تاجیکستان. برادر عزیز کسانی که وارد میشه اجازت بدین که من شما را قبول کرده بتونم. خب از داخل میکروفون تا بکشو بفرما. سلام علیکم برادر الماس. و علیکم السلام. چه داری؟ خوبی؟ سلامتی؟ تشکر. زنده باشی. باور که واقعیت وقتی میوی با این مردم صحبت میکنی دایی وقت استفاده کردن باور که یک جرأت در کاره. او اسدالله خودش یک بیچاره که معلمه حالش میبرن یک میجفن شب و میارنش، فقط دیگه با تلفن مجبورش میکنن هر گاهی تو میبروی یا که برادر محمد اقبال میبروی یا دیگر رو حتما زوانک میشه و هر کسی قبولش کرد نیکی مجبوره. اگر 4 ساعت هم قبولش نکنی مجبوره هم پایونده میسته او دارج نکه. نه من سوالش کردم برادر عزیز که بیا حکمتدارا یک نفره که مثال اظهار کرده باشند، اظهار نگرانی برای همین مهاجرا کردگی باشند، اینا سبب در چیه که چند سال شد اینا نمیکنن؟ 1 سال باشه من بگم که گپ نیست، 1 روز باشه گپ نیست. 30 و چند سال شد اینا همینقدر مشکلی میشوند در مهاجرا، نه کمک میکنن مهاجرا را، نه بگیم که نه اظهار نگرانی میکنن، یگان کار نمیکنن. خیلی حکومت ما در کار نیست. باید ما یک کار کنیم که در خارج و در داخل باید ما بگیم که با آبرو باشیم. 100% برادر ای مهاجر تاجیکستان با همون شیار مهاجر پولش خوبه خرج گنده هم خیلی کردیم. این مهاجر هم 80% هم بودجه را تشکیل تیه سمش روان کنه. اون که او را تروریستش میگن، اکستریمیستش میگن، کنشالیش میکنن، هر پرابلم یکیش میکنن یا دارج نیستن که اینا را حفاظت کنن یا که اینا بخیزن یکان اظهارات، حتی یک سفارت اظهارات نمیکند، اما قدرت ندارن. میزننشون با گریکنیشون هم نمیمونن. برای که وابستگی روسیه تاجیکستان چندین برنامه داشتم گفتی دیگه برادرانم گفتن که چقدر وابستگی داره. نمیتونه جنبش خورده نمیتونه بدون یگان بدون روسیه هیچ پای به جا مونده نمیتونه. او یک فرصت پیشتر بود اگر بایدتون باشه یک دسته مشکلات پیشتر شدگی بود که میواس واجه وین استاج واجه که اگر که در یادتون باشه همجا یک کم بیش یک کم طرف رفتی باز هم بسر هم مهاجره آمد آخی. اما هر زن یک جای ضعیف خوبتر بود برادر عزیز. اما هر زن یک جای ضعیفی داره. دیگه واجد اون نکنه تا او چه نه مایده بایی برته بود. امرا میگم همو زنک همه جای ضعیف داره آخی. ای امیرنگی زنک جای ضعیفیش هم مهاجره بخاطر که همو پولش تشکیل میده، همو دولت شا پیش میبره، همو اویده را خرانده تا این تریلیون ها در خارج فقط خزینه کرده سند. همو گاگا میرن بالاش نه پوف میکنن که نپوسه خلاص او را نه استفاده شم کردن میتونه و نفسی قبلش برادر عزیز من همی که اسدالله را همجا همه اسدالله یافتی. السلام علیکم. بله بس اسدالله یگان نوار پیدا کردی که حکومت بسنی روسیه یگان خطاب کرده باشه برای مهاجرا. صدات اوی که اسدالله صدات کشتگی صدات در تک شما اسدالله در چیر کی رو صدقه همون گوش که بسیار کم نزده من نوار کفتول میکموز نکفتم. بعد نمی اخران گپی گفتی آیا سخن آزاده بیانی آزاد تو این رادیو آزادی سخن آزاد نسته. رادیو آزادی همه گپا گفته است. این مگه نسته ای را قبول نداره شما؟ کدوم قبول نداره ما؟ همین رادیو آزادی همه مدل گفته است. در رادیو آزادی نیست که یگان حکومتدار طرف روسیه یگان چی گفته باشه؟ ای مطرح اخران سخنه که مرا برآوردی کو نامردی کردی قوم کردی گفتی که آزادی سخن بیان رادیو آزادی هسته کوی نه کدام بلاگر ببرویا گوش کنین کدام بلاگر برویا کدام یک گپگه شما تهمتش میکنین از آن جمله اقبال کبیری و همتون ربط نتن که
این آدم ما های گفته همه را شما کنج زندان میبرین. میدونم میرا عبدالستار پیر محمد گپ زد برای گاز بنزین گپ زد چیکارش کردن صورتشو در اینترنت چیکار کردن؟ درک نداری؟ حسین اشرو گفت که انا طرفدارای ما اوج پیام های تو درنگ کردستن گفت ایشا درک نداری که یک کس میبره سخن بیان یک سخن نگه جاش نمیگرن منتج شانتاج میکنن صورت پیشوای ملت است صورت کمیته امنیت است صورت ایشوش هم میگرن منتج میکنن که خطابی بلاگر با فلانی کار شما نیستی من ولی گوش کن تا آواز تصاد که آواز تصاد که باید گمزه وزمینش کردگیان یا عصباش ویرونه نه که ساز که گفت آواز وقتی بود گفت سای تو هر جا گب نزنیم یا کم ترک آواز ساز کلیتون کلیتون آواز کلیتون آوازی با هم مثل آوازی چه باشی دسته تمام کردی نه تمام نکردم آواز بگی آوازی داشتی بچه آواز خوب که اخلا چهرتشو نمیتن یا چون بیمورای کم ترک ایره تقمیت دادن لکر گوش که حسین اشرف میگو محمد اقبال میگوی هر چیز در هر چیز ارغش کرده استی حرف نه اسدالله سراسیمه نشاخی همه هاشت گب زده این مو خواب کده بیست کنی آدم فکر مزار شد بگیره مخی گم زنم بومم گم بزنم خیلی لکه بخدت را نمیزه با این صدو او کسی میده سگو اسدالله خراب آخی تو با همه مشهوری من مشهور نیستم که رنگی تو مشهور شدم بعد آوازو معلش میکنم میشه و بخاطر ای داخلی اعتماد که خب باید بفهمی آخه هر روز هم میکشم تمام برگیر باید میکشم برن ایگلو بستکالی یک دو سه مسئله مهم تکنی صحبت کردیسیم ختم زدی درامدی او دفعه برادر الماس زمینه که فروختن او دفعه بردی دیپلماتی بود این دفعه زمین فروختن بردی امنیتی بود هر کمش برای خودش برد دارن یکی در این برد هیچ وقت ملت اشتراک اگی نیست هیچ وقت ملت دانستگی نیست و نفتی کی تمام چیزگی هست تازه این برادر افراد ای پنکان زمین فروختن کدام زمین فروختگی یک آن زمین فروختگی نیسته مگر فروختگی باشن دلیل حجت بیار ده سالی اسدالله زمینی بدخشان در خطاب فروختن خریطه تاجیکستان کم شد یا که نه دلیل بیار چند سوم رفت بشکه چند سوم ایستابش کردن امضای دو طرف پارلمان دو طرف همین زمین خریدگیه بیار امضا دلیل شمتی بیار دلیل شمتی خیر اگه نه بس گیجوشین زمین موهای بوجامی اینجا گوش کنه نه این گپی سگی اومد روشن سراسیمه نشه صداد زدگی هست بچه دو تازه قاطی سگی بعد ولی سراسیمه نشه دقیقه بسته او که مرا نکش اسدالله بله یا دقیقه بسته یا دقیقه بس حوالت کنم من یک خونه دارم ترا کوارتران میشونم دو خونه دارم چه خدمت چه دیگه یه جای دیگه تراش میتیم وقتی که من ترا کوارتران میشونم همون خونه دانو میگذره که دانو من میسته همین سوال جواب ده کوارتر مسئلهش دیگه او اغل خونه تو دامه در قبودیان کوارتر نمیشونم تا دلیل بری جا دلیل همین که وطن بوهای فهمیل وطن ای ادران تو تعلق که فهمیل مادر تعلق ما قد ای حرومزاده ما اینه بدون شک نه داشتم به همین گپی خدمت بزنه بعد من خودم خطی باید گپ میزنم اینجا مردم وقت خیلی شوی بعد نه بدون شوخی بعدی بازی بچه را مزاق میکنی خیلی همون حکومت ظالم واقعا مقصد که خواتیرن ای انگلیا چکه در امریکا چکه در تاجیکستانایی مزاق نه یک خوش میکنه چشما سهوی که اینا رنگ روی طبیعی یک از اینا دامی یک گلاب اینا ترا تلخش میکفه
چی تو یک از دیگر تحقیر میکنی؟ بیاداب تو به حیوانی چیزی حرامزاد و مراری قوت های حرامزاد تی فهمیدی؟ حرامزاد و مراری قوت های حرامزاد تی تو چه تحقیر میکنی؟ حرامزاد تحقیر میکنی؟ تو این ایورا تحقیر کرده سایش گم نه؟ تو ایورا تحقیر کرده سایش گم نه؟ نه این چیز قبول نیست. خدا رحمت کنه مرحله خود فهمیدی؟ با خدا بله این فلوس با چنگی کوئی وای نمیبرو یا نه میتونیم برادر اسدالله علی قبول کنم یا بارال نگاه کده بو که برای همین گپ بخشش میپرسن یا بار برای کم گپ برای همین مرحله خود گفتی که خیلی ای بینندگان همه بخش میپرسم که ما یا سگ رکی گروه 24 نه بس الماس مونش خیلی قبول نیست. من رحمان اقارت نکرده استم نگفتم که دختر شیخ مینم زن شیخلی مینم. من با رحمانوف یک مخالف سیاسی شم یا رقابت یا دو آدمی که در رینگ میبرن میزنن کو یاتش مثال یاتش حبیب یاتش مگرگر مثال این همین خیلی من با رحمانوف من با سیمیه او کار ندارم با سیاست من رحمانوف نیستم که کمبودیا کار داریم درست میگوی مخالفو بگم که پیار بکنن من خلاکی نیستم. من پروست همین گفتنی بدم که الماس جان من همین گفتنی بدم که یک چیز برادر عزیز درون یک دوتا спокойно گابزا هیچ که نمیترسه یا اینکه حکومتی گفتی چی که پدراندر نمیترسه آزاد گابزا спокойно گابزا چی دود میزنی اینجا خونه و چطه دود میزنی اینجا انسانا در دوران در چونه میگن تو کی خود داخیه چرکه که قدی کوچه برامده تا یک حکومت طرفداری میکنی اولو اینکه با میگم در همونجا کامنت نوشتم نمیاد سگ گندش پشیک یگم اسب حیواناتی نبره امیر رحمانوف ایت دا خوب گفتی چی که غذا میخوره ایت دا خوب جای خوب داره زندگی داره تو نهاتی چیکار میکنی قدر وقت میکنی چیکار میکنی قدر تحقیر میکنی آزاد گبزه спокойно گبزه هیچ که ایت نمیترسه هیچ که او میگم که پدرت نمیترسه ما یگونه ترس الله داریم تو انسان ها قد انسان وری گبزه بعد آخه تو بدبخت با همو شرکی همو چنگی پای همو مرحلی رحمتی نمیارزی چی تو را تأخیر میکنی بعد هفت پشت اگر بر بگرده بیایه گفتی چی که قدی او انسان نمیشه با هفت مردکای هفت پشتت بر بگرده بیایه قدی او انسان ملکه جسارت گفتی چی که توانایی همه چیزی که کچ توی در مردینه قدی اون شده نمیتونه آخه چی تو وق میکنی تحقیر نکه آخه بناموسی نکه ما میدونیم تو که خدا بردن زندان کردن آخه بناموس با میبرین سگ وری وق میکنین ای با نمیدونی همه که نه ایشفندی ها را کسافت فندی ها را دیگه و دیگه چرکاگی اونه یه وقتی دی بگ میگفتین هم خیلی بالا میبرداشتین راهبرتون قبولش کرده بده این نه در کنج زندان آخه یک بناموس یک احمق یک بیروده شما در اینجا چی میخواین دکزت کنین همین مردم دا این مردم همه درد داره آخه شرافت همین را گفتنیش بدم که همین برادر چی تأخیر میکنی خطه صورت یک گودک در نشون بتن و گودک تلخش میکفت چند وقت باید برای دعاش بخونی بعد همین تاییش داده میگوی خوی جنبیده سای یک گودک خوی جنبیده سای گب زدی سای شمود محکمه و خطر ما هم تأخیر کنیم برادر عزیز عبدالرحمن خدا نگهبان تشکر زیاد اینجا چند نفرهای دیگه هستن امنا قبول بکنیم صحبت بکنیم ما این همتریم در مجموع باید یکی مقصد که در اومدیم دیگه باید هم یکی عصبی میشه در اومدن میگیریم برای هم شده کنور میشتیم میگیم که که هم مردم بینیم که خیلی که خداوند هدایت کنه هر یک کرده نه اساسی همین ویدروه با بگیم که مردم با این همین استودیو بخدا پر شده 10 نفر اونجا مایل بدروه نه که تحقیق نکنه انسان موری گب زنه
майли ба дод назан охи ягонҷо надара бо инҷа бо балнишо пулакия ман китра табобат бепул мекунам ягонҷо та надрони панотон ба худо худо нигаҳбонад. خب برادر عزیز آخر سخن که اینجا چند نفر دیگه است بگیم که مارا میگی برادر؟ بله برادر سلامت باشی. خلاص همین یگان دکلار کردی نیستم برای مردم. ای همین که نفت بردگی این معلومه اگر که کلگستان نفت نمی بود در روز اول در پرلمانش نمی برومد همین دکلاده برای مردمی خودش نمیکرد. یکی ایمونه که با تا حاضرم که اگه نیسته فقط همون راه های را حاضرش نه همون قدر بدونه که همون راه های را برای تاجیکستان دادگیه که نرکته امام علی سمیکه گفتی برادر محمد اقبال آزادانه بگذره برای اون نرکاتیکا گذاشتن همون دشت بیابان برای خوبتره که اوجه هیچ کس بغیر همی ماشینای همین نرکته هیچ کس دیگه اوجه منافع نمیبره همون طرفی برای زمین جایی که اصول خیزه جایی که میشود زندگی کرده زندگی علاقه اوجه هست میشود تمام داده تمامیش به نفی کلگستان دروادن تا حاضره بردی امنیتی گفته گشتن مردم فریب کرده واقعا نکه این نفرهایی که مثل این علی میبرویان هر گپ میگن از اینو اگر رو بیزه به واقعیت الماس زحمت میکشن در گردی افیروش مشد صدها ده نفر دیگه زنا باشن میفهمی و همین خاطر حقارت داشتن بیزه به نکی با ایر و خوبه که ایو همی روی امام علی نیش همین تربیه اخیری همی سپاکالین را نشون میتن که اینو هم خیلی زبان خطی گپ میزنن ایو یکون راه دیپلماتی راهی خیلی زبانی خوب خطی نمیتونن گپ زده این همی تربیه نفس نوراسی مرشیدگیه نسبت یک قضیه مهم دیگه باید گفتم برسونمتون نه در برنامه آینده برادر محمد اقبال اگر بشوه میبریم تا یک سه روزگر امو معلوماتش آماده شوه نسبت امو کشتاری که در زندان شهریور گذشت ای برادرای مبارزم چند نفرش با فکرم کی بدم و یک نفر یا برادرش کشتگی بدن رحمت الله نفهمیدم رحمت الله بله همی چند بغیر اونو با یک سه نفر دیگر که در همونجا بدن شاهدی حال بدن زندانه که شاهدی حالن فقط همونو را باید کم ترک و بهونه کتاب درواری و بهونه همی اوقات یک ایروش کنیم که کم ترک یا آدمون باید خش صحبت کنه در زندان داریم آدم ما در زندان داریم در امنیت هم داریم اخرا نکن همی تا ماهینه مای آینده مایا شبانه می شود که اگون معلوماتی که اونجا گذاشتگیه با امو را پراکن در کوید سه جهت گشت پرشتگی نیست با او برادر را هم که هم خیلی یک واقعیت خسارت دیگه اون برادرم روزی ده حق و باطیل هم برومد خیلی خوب برامد کرد دستگیری کنیم با خوب می شود خیلی برادرهای اذیت دیده را نگاه کنیم که اینا اسدلو را که اینا بدرور بگو اینا میتونم خیلی کنن هم خیلی ها میکشن تا با میبرویم با مبارز میشه یا خیلی مردانه نیستن که قربانی بتن یا که زندانی بتن نه که با دراشون مستقل باشن بعد به همین بینندگان شما ببخش وقت نظر گفتیم به بینندگان شما برسونم که همین مقصد هم برادر الماز بفهمیم برادر الماز هم گفته که بیاین بشینیم مردانوار این دیپلماتش برین خطی دیگه کسر کنین میگن سیاستی بیاین بش جمع شین یک کاری بکنین مردانوار که یک چیزی باشه که تمام باشه حاصل بده و فکر مقصد همیه که دمی یک مثلا یک صورت پورت در توالت کشار کردن 3-4 توالت صورت گرفتن این همی کارهایی که بچه های یاش میتونن این مقصد هم برادر همیه که جمع شون در هر نوحیه ها در هر چیو این هم اقدامای خوبه همی یک خونه را همی سوزن همی خونه که هر توقع سیمنت وابستگی نداره ای خشت ای شکر همه چی وابستگی داره هر یک جوشه یک از پر میکنه و همی خاطر برادرها بفهمن هموطنها بفهمن باید برگرم بر برادرها هم در جمعه رسانم که به خاطر ما صدامون خیل میکنیم که گفتم در برنامه برادر محمد اقبال که یعنی از
داخل حکومت به خاطر پلکانی که یک مدت در دوشنبه بودیم در کلاب هم کار کردیم، الان تریود ما کردیم طرف 5 اما نفرانمون در چند جا هستن. ما را از طرف 5 رای کردیم داخله در همه جا با بعض قضیه ها دست بگیره بونش دیگیم خیلی که 10% قضیه های راستی گفت سازانه دیگر 90% چون میفهمم که قضیه ها ما قضیه های تهمت هم که نه گرگشتی سعی بگیرن رو آوردش نوندیستن. بله برادر عزیز یا جهان تشکر. راستیش جا استودیو پر شده است، ما را اوجه تای 500 نفر داره تماشا میکنه. برادر عزیز به طرف نباشه بمونه لایکاتون، ما را 500 نفر تماشا داره، ما 100 دانه لایک گرفتیم. برادر عزیز به طرف نباشه. چی بله یک سوال دیگه اختون داشتم اگر باشه امروز استراحت دیم ایکا گفتیم از صحبت زیادتر کنیم دیدیم که در آمده دیگه گفتیم بیام هم بدرم یا صحبت چرا دیگه برادرها نمیدونن قطعا صحبت نمیکنن چندی بارا دعوت میکنن چی پرابلمه چی چرا نمیدونن یگان پرابلم نیست نمیدونن. برادر عزیز ما یگان مشکلی ندارم، من میدونم در برنامه‌شون دعوتشون میکنم بیای خیر. بله برادر عزیز نه من بگیم که یگان چیکار کنم آخی نه من چیکار کنم، من یگان کار کردن نمیتونم. من تنها میگم که در ما برای همه باز است، من در شما محکم باشم، من در شما را میشکنم میدرم. خیلی نیست که من مثلا قبول نکنه یا که من هدفم دیگه چیه. هدف من در اروپا ایستادن نیست. اینجا مردم زیادها هستن که در اروپا میخوان بمونن 100%. پس من نمیخوام اینجا نامبر بکنم که کیها میخوان بمونن. من میدونم که زیاد انسان ها نیت رفتن ندارن، نیت یگان کار کردن ندارن و همین خاطر من دیگه نه نام میگیرم نه یگانش توکلشون به خدا. کسی میاد صحبت میکنه سریع مسئله میایم میریم یا سریع مسئله میایم. اگر همین خیلی باشه همین اروپا موندنی باشه توکلتون به خدا. من اینجا در ایستادنی نیستم، من میخوام که وطنم بر بگردم. من میخوام که برم در وطنم جای کار باشه، در وطنم سوید باشه، در وطنم بگیم که گودک پلی باشه. من هیچ چیزا میخوام. من میخوام که حکومت همین کارا را بکنه. حکومت همین کارا را بکنه، من همین روز بس میکنم میرم. همین آزادی بیان باشه، گودک پلی باشه، بگیم زندگی خوب باشه. وقتی تو بیکاری حکومت بگیم که یک بگیم bezrabot ekstremet یا یک مدت تا وقتی کار یافتن تا حکومت نگاه میکنم. من همین حاضر همین برنامه را نکشته قطعا همین برنامه میرم بلیت میگیرم و تاجیکستان هم که پرمو ایفیر کرده میرم. این همین چیزا من میخوام، همین حکومت همین کار را بکنه. چون فقط برادر که دیگه مخالفان نگردن نروند. بعد اموالی رفتن میشه و این کارا حتما خدا کنه که ما به همون روز برسیم همه کسی هر یک کس بتونه هر یک کار کرده یک کاری خوب کرده بتونه نه که دعوت چون کنه. نه برادر او هفته های گذشته بود درامه بود گفت زگی بود ای گروه 24 برادر و بدلو سخنگوی گروه 24 خوبه بدروی دیگه چه هست مشکلی نیست. بله دیگه اشرف بدرویت دیگر برادر محمد اقبال دیده بودم چند هفته پیش بود فکر کنم درامه بود شما درامه بوده. خوبه یه نزدیک شوی خوبه ای برادرای 24 هم دعوت کنید برادرای نازدشم اوجه معلومه که یک جا شون باید یک جا شوانه که دیگه بس این ملت فریب کردن بس یکان کارای انشاءالله که در فیسبوک هم دیدیم که قدمش خطا کردگی بوده این 9 سال پیش امروز دارن عذرپرسی دارن. این دلایل اون میکنه که انشاءالله که مخالفین سرجم میشه میریم رحمان فا یک درنی زندان میدروریمش. خب برادر عزیز یا جهان تشکر. نفهمیدم عذرپرسی چی؟ نفهمیدم چی گفته؟ چه؟ میگم عذرپرسی گفتید نفهمیدم آوازت نه چی گفته؟ عذرپرسی از چی پرسی؟ عذرپرسی در فیسبوک رفته است. اگر شما در فیسبوک فعال باشه بدروی ببینه در فیسبوک کسی را خفه کردگی بوده است. امروز عذرپرسیده است که ما شما را خفه کردیم 9 سال پیش. مقصد که بیای همه صدای بخشش میپرسه. خوبه شجاعت مردانگیه. بله یا که بخشش میپرسن دیگرش بهترینه این عجایبات میشه و یک علاج کنن بچه ایشالا من امیدم که این ملت سرجع میشه و ما یکان کار میکنیم انشاءالله.
حتما برادر عزیز خدا بچه ها جمع نگهبان. شوان بگیرن لایک مونن پدری سکنن همی کاره همه آسان چیه اوکی بچه همی خانم اعلان تون کردن دیگه من کردن دیگه نمیکنن تون ترمه اکه باید گفتنه که بقفه حتما بدونه که ترمه تون میکنن اکه بیچاری یک نیست ایو همو پروست ده وسایت اخباری هم خیلی میگه نمیکنیم تونه دیگه بقفه حتما میکنن تا بچه نکاگی را قپیده سنو اولی بکنی که بود دو برابری گد میزنن بود سلامت باشی برادر عزیز زنده باشی دعوت کنین برادرای دیگرم صحبت کنن زنده باشی خب تو برنامه بندتون خدا نگهبان. خب اینجا تاجیکستان بعد رحمانوف دایوس. سلام علیکم. علیکم سلام. الماس چیکلی سوزی؟ تشکر. الو. بله بفرمو. سلامتی خوب. تشکر الحمدلله خوبه. الو آواز رفته شده؟ برادر عزیز با فکرم که ای بی اینترنت یگان جای دیگه برای وقتمون نمیتونیم که ضایع کرده. خواهش میکنم که وقتی نام تو نمیگیرن شما لوره گپ زنید. برای که اینجا استودیو پره من نمیتونم قطعی شما مثال یک ساعت دیگه بگیم. به همین خاطر یک بار دیگه ایسر ببروی. خب رحمانوف استعفا. رحمانوف دایوس. سلام علیکم بفرمو. سلام علیکم برادر بفرمو. خب این شام نیست. خب برادرای عزیز. خب عبدالرحمن. یا بار دیگه السلام علیکم. همون نام اسدالله داد زد که رادیوی آزادی این چیزای منبر آزادی همه گپ بزنن رو وقت سیاه کرده. این رادیوی آزادی برای وای در تاجیکستان فعالیت میکنه که پلوی رحمانوف در ویرجینیا در جای او فوندو افشاری ای کو میترسه که اگر این آزادی را ایجا بگیره اونجا با مسئله شد دیگه بیزه میکنن ایروی اما او پدرجان و پولش ای دست نتون گفته بر رادیو آزادی رو چی گفته نمیتونه. همیدی بدبخت آخر که نمیدونم بیچاره سواد نداره چی نداره یا ایشالله پدرش گگا ایشالله میبرن محکم اینه صغیره میونه. وقتی رحمانوف بودن محکم کردن چوبوسا شما بدونه که ما شما دیگه ایس پس صغیرتون میگیم. برای که پدرتون میبرن محکم اینن و دیگه شما صغیره میشین. به همین خاطر رحمانوف پدر نخونه مردک بشین. پدرای خودتون پدر بگین. خب برادر عزیز آخر سخن بگم همون دعوت باشه یک بار همون گفته بودیم همون اتحاد نیروهای اپوزیسیون فکر کنم که زمانش رسیدگی ما تو یک جایی نشیم با این دشمنی اشدی این ملت با این رحمانوف ظالم دیکتاتور برای ما بسیار مشکل میشه و من نمیدونم که همون برادرای مخالف باید به یک قرار بیان که این امر ضروری و واقعی حاضر همین اتحاد نیروهای اپوزیسیون هست. بله رحمانوف میگم که همه چیزش یک طرفه باید اون طرف هم بگه. برای چی نهضت اکستریمیست برود؟ برای چی نهضت تروریست برود؟ برای چی ممنوع کرد مسلمانو را؟ این رحمانوف مسلمان باید بینه. و همین خاطره که رحمانوف را حاضر سر قدرت های. زنده باشین. موفقیت. خب خدا نگهبان. اینجا کی تاجیکستان یک بار دیگه. سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. الو برادر عزیز من شما را میفهمم. سوزی چنجا آمد بود؟ میگم همین شما وقتی که حکومت ولاست گرفتن امسال یکون اپوزیسیا پیدا میشه قطعا چی رفتار میکنین؟ من لبای اپوزیسیا من خدمت اپوزیسیا من اگر رئیس جمهور باشم در تاجیکستان اپوزیسیا من باید در خارج گپ نزنه. اپوزیسیا من باید در داخل رسانه داشته باشه. از طرف دولت حمایت کرده شود که اونو پروپاگاندشون ببرن. من انا خداکی حکومت میخوام
رنگ رحمانوف نه که یک نفر صدا بلند بکنه و برای زندانش بکنه یا گریزش بکنه. این خیلی دولت نمیشه کرده. دولت مخالفی منی در داخل به مرحمت تلویزیونت میتیم، رادیوت میتیم، پروپاگاندا بعد برای شهر نویو بگرد بو که من این کارو بگم که ای حکیمی حاضر ده خوبتر میکنم. ما گپ داریم. مثال وقت بلاست اگری باید طرفدار داشته باشه، طرفدارات باید باشن که طرفداری کنن خودتو نمیتونه که ها. بله. از دامی از یک برنامه خودت تاش گفتم کلان هم برنامه خودت تمام طرفدارات میبرن تحقیر میکنن. یک اسدالله علی بیچاره برآمد اوش چلکک اوش نمیچی بعد چیکار قطعی طرفدارات خودت بلاست حکومت میکنی برای کی تحقیر کرد؟ من لبو انسانی که تحقیر میکنم تمام گوش الماس همین طرفدار خود بازی یا بچه برآمد تحقیر نکنه میگه خودش چلکک خود تحقیر کسای مثلا تمام یک آدم از طرف حکومت میبره قچمو گام میزنه همه طرفدارش میبرن و تحقیر میکنن تا سگی داری میگجوی سگی داری نمیچی چه بعد و کدام سوال برادر عزیز تو خطا فهمیدگی بعد گوش تا برادر عزیز حاضر همینجا یک نفر برو اومد گفت که سگایی خب بگم یک طرفدار رحمان و ایتده خوبترن یا که تازه ترن نگفتنش که اسدالله توی خیلی تو خیلی بگم که گفتن که تختا ما ترا با اون یک سگ قیاست میکنیم که سگ ایته تازه اینجا من نیت نمیفهمم که ای سگ تازه یا انسان بگن زلال ممکن هم سگای اوه من هم تازه باشه برای که باید اسب رستم ایدی پیسته میخرم و پیسته را در تلویزیون میبینیم یا که مویزه من مثال نمیخرم همون چیزه اسب وای میخره значит اسب وای من زورتر بوده که بگم که اصلا پیسته و مویز میخورده این همین خیلی یا سگ یک آدم یک وای یک آدم میتونه که بگیم که تازه باشه و بگیم که چی میگن آزاده باشه ولی اسدالله همجا شیشته اسدالله برادر عزیز ترا قبولت میدم من تو فقط میگو که من بخشش میپرسم که عمر قوت فا سگ گفتم بعد گپ میزنی غیر این صورت کو من 24 نیستم که تو بگو که این الماس من نمیگذارم که آدم هایی که شهید شدن در این راهی حق یک آدم برای تحقیر بکنه آدم اگر تو ایزوینه نمیپرسی تو دیگر راه پیدا کردن نمیتونی در برنامه من بیای اشتراک بکنی من رحمانوف یگان مرتب سگش گفتم رحمانوف حیوان یا خوک یگان چی گفتم نه رحمانوف خائن رحمانوف وطن فروش رحمانوف دیکتاتور رحمانوف ظالم من در کذب میکنم که رحمانوف همین چیزا هست من رحمانوف یگان به یگان حیوان بگیم که تبدیلش نمیتیم شما میبرای یک شهیدی مورا بگیم که دشنامو تحقیر میکنید ببرای جا بگو که من بخشش میپرسم بعد این صورت صحبت میکنی غیر این صورت جورا تو نمیتونی که بگیم که در میدان ما صحبت بکنی اولش که شاید گفتی بیار تکذت که اون شایده یک آدمی که برای مال جانش برای دینش میخزه او طرف کشته میشه شهید نمیشه تو من گپ دیگه سی نبا تو بخشش میپرسی یا که نه تو که پیشوی ملت بخش پرسی من زنی پیشوا تا تجاوز کردم اینه که همین محلی چینه میگفتم زنش فلان بکنم قطعی 7 دخترشه چند تا دیگه دموده بشمارش سر وایرون نکنی بدبخت همین میگم که بیا همین بخدا رحمان فین همینا میبرن من زن گودک را خورد میکنم مگر من با زن گودک تاگم پرابلم ندارم این همین سگ بچه‌ها میبرن سر وایرون میکنن فکر من محمد اقبال نیستم من کبیری نیستم من اشورف نیستم فهمیدی من الماس نوم دارم من میکشم سر میتیم این طرفدارا تا قطعی اونامو بگم که خودت خیلی نبروی سری آدمو رو وایرون نکنی این آدم تا وقتی که من زنده هم اسدالله علی دیگه در این برنامه صحبت نمیکنه
من پرینسیپای خود ندارم. من رحمانوف تا زیر یگان دشنام تحقیر کردگی نیستم در یگان جو که رحمانوف خیلی رحمانوف یک خوینه، رحمانوف یک وطن فروشه، رحمانوف یک ظالمه. من رحمانوف یک چیزو رو میگم، من نمیرم برام رحمانوف فلان کنم یا که فلانیش فلان کنم، خیلی گپ نیست. در سیاست باید آدم خیلی بس سیمیه نرسه. من رحمانوف نیستم که سگ بچه ها من روی کنم برون نوار بگیرن مادر یک آدم خانه یک مخالفه برون سیانکه بکنن نمیدونم یگان چیز. من مردکم با مردک کار دارم، با زنک نه. من دستم برسه رحمانوف میام قطعی دست با گریبان میشم. فهمیدی؟ من خیلی یکم باز من میخوام که مردم جمع بکنم. وقتی ساعتش بیا که من دستی من بطه برسه من میدونم چه قطعی کار بکنم. من والله قسم نه با زنت کار دارم، نه با دخترت، نه با یگان تاش، با بچهات کار دارم، نکی با مردینت کار دارم. من رنگ شما ور نامرد نیستم که با زنکا کار بگیرم. زنکا را بگذارم همون طرفدارم چیکارشون میکنم بکنم. من فقط با مردک کار دارم. مردک بشین یک کاری بکنه که یگان انسان در نروش دست بید نکنه که بگیم که شما در نمیخوادی تحقیرا بیایه. همین قبل بگم که در همین برنامه ها بیا همین یگان کاری نکنیم که دل یک کسا برنجونیم. ما را اینجا زیاد زنکا تماشا میکنن. شما اگه میای همین کار میکنه که من اگه هم بگیم 4 رپایی که من تماشا میکنه هم نور هم بگیم که دلشون بگیم که همین الماس هم خنک بشه و دیگه بگیم که این برنامه من تماشا نکنه. من میدونم که هدفهای شما چیه. خب برادران گرامی قدر، من یک چی میگم، به طرف نباشه. بیایه این رقمای تلفن هست. دعوت ما برنامه های ما برای چی هم؟ برای سرجمعی همین ملت. برادرای عزیز، من یگان تحلیلگر نیستم، من یگان عالم نوک نیستم، من یگان شما درس نمیتیم. مثال من یگان خیلی چیزایی ندارم من که بگم که شما ای من با آموزه. من دعوت دارم که مردم این رقمای تلفن اینا برنامه دارم. من نمیخوام در اینجا شما را بگم که چیکار میکنم. بیا رقمی واتساپی قطعی زنگ بزنیم، ای داخل ای روسیه نمیدونم ای اروپا، بیا سرجم بشیم، ما را در پشتی پرده سرجم بشیم. در این برنامه نبرو قطعی من بگم که صحبت نکنی. بخدا من اینجا 2 ساعت گپ میزنم با یگان کس گپ نمیتیم. نه که بعدی برنامه این رقمای تلفن است. بیای سر یه مسئله بیای یگان کار بکنیم. دعوتی من ای مهاجرای آدمایی که در داخلن ای اونا بیای یک کار بکنیم. شما تماشا بکنید که ما در بین این 3 ماه 6 ماه چه رزولتات میتیم. نفرش اومده سودیان، نه که چیزی که دلی من میخواه که چند نفرها باشند در گیجاها باشند، همون چیز کمه. من میخوام که همینه بد بکنم. بیای برادرای عزیز، اگر میخواه انقلاب باشه در تاجیکستان، باید ما مردم داخل بگیم که بفهمونیم که ما در همه جاییم. او مردم چوست وید بکنن که همین کارها همین کارها شیده سودیان. ما زنکای ما بسیار خوبن. ما انشاءالله که در برنامه های آیندهمون انشاءالله که درباره زنک هامون هم صحبت میکنیم که بگیم که وقتی که مردم سرجمع میشوه، وقتی ما روزم میگذاریم میخوایم که فلان روزها بگیم میتینگ بکنیم یا که یک پلاکت در یک آنجا بزنیم، این حکمت گنده دونای مکاره اینا میتونن که علاقه را ایباین ببرن، سویتا بکشن، اینا میتونن که 1000 کارها بکنن. ما زنکای خودمون هم میگذاریم که بگذار مردم بدونه که اینا آدمای ما. باور کنیم ما انمو زنکا کم جای گپ ماده هم زنکشه فقط حاضی نمیتونم گفته. انشاءالله هم وقت ساعتش میایه 1 روز 2 روز پیشکی برای که حاضی من اگر همو گپ بگم گفتی همو یک برادرم که بعد دیگه همو چیزا در تاجیکستان دفیسیت میشوند یا که بگیم که کم میشوند. به همین خاطر کاری نمیکنیم که فایده آورده نتونیم، لااقل کاری بکنیم که زلال نیاریم به مخالفت، به مبارزه. خب برادران عزیز زیاد اینجا هستن، انشالله که قبول میکنید.
خب بهروز جان سلام علیکم. سلام علیکم بهروز بفرمو. خب برادر عزیز وقتی بگیم که نام تو نمیگیرن من خواهش میکنم که وقتی که آدم نامش میگیرن در استودیو نبسته. در استودیو آدم ها زیاد هستن. اینجا چند نفر دیگه است برادرای عزیز. اینا رؤوف برادر عزیز شما اجازه دادگی نیستی، من نمیتونم تخته قبول کرده یا که اینش انگلیسی قطعی چی نویسته از برادر. همه خیلی با فکرم پاول نمی اشفاکو را جقیده چی خیلی فوریده این به یگان نوم مانندی نداره. خب برادر عزیز شما اجازه دادین پسان وارد بشین برای که من شما را قبول کرده نمیتونم. ما را 550 نفر تماشا داره برادر عزیز. بی‌طرف نباشه، در برنامه آبونه بشین برادر عزیز، لایکاتون بمونین، به یار دوستاتون نوار بفرستین. باور کنید بی‌طرفی بی‌شرفیه. ما اینجا اگر 10 ساعتی برویم گپ بزنیم اگر شما با ما نپیونده ای دست ما یگان کار نمیوه. اگر شما میخواهید که یگان کار بشه با ما بپیونده برادر عزیز. رقم تلفن هست بیای صحبت بکنیم. من نمیگم در اینجا بیای صحبت بکنیم در استریم، بیای کاری بکنیم که یک کار بکنیم. خب اینجا بازم نفرها زیاد برادر عزیز. کسان شما در واتساپ بنویسه انشالله بعد برنامه من میتونم شما جواب بدم. اینجا نفرها زیاد نوشته شدن برادر عزیز. من نمیتونم حاضر در اینجا طرفدار رحمانوف. آن طرفدار رحمانوف در کره. خب سلام علیکم طرفدار رحمانوف بفرمو. طرفدار رحمانوف بفرمو. طرفدار رحمانوف اینا قبول شو میکنن. طرفدار رحمانوف با اینا گپ نمیزنن. چیکارش کنیم؟ تاجیکستان بگو الماس چیه که من نمیونه گپ زنی پایان میکنی گپ نمیونه گپ زنی بعد تو میگی من والا اصلا میگیرم با مشکل تا طرفداری کنم. الو بفرما بیا بگو. این همو گفته همو که اسدالله علی که چی با در برنامه‌تون بودن همو قرغزو رفتن تاجیک‌ها خطا کردن بخشیدن میپسین. بچه من ترا گفتم که همونجا یک نفر به من زنگ زد همین ویدیو روان کرد که برادر عزیز ما همینجا در بگم همو بانیه قرغیزا آوازی کنی رفتیم. همونجا ما اومدن ملیسا در اونجا قرغیز بود، ازبک بود، همه میلاد بود، اونجا ارس هم بود. همه اونجا الماس اونجا فقط قرغیز رحمتان تمام دیگه اگه کس گرانه نمیتونه اروسا تاجیکا ازبک فقط قرغیزا رحمتان پاسپورت قرغیزی خط میدونم عبدالله دیگه هیچ کس نمیمونه اونجا فقط قرغیزا زدم. ساز با خدا نه فهمیدم که بانیه رقم میکنی برای آبشیا سوال. اما گوش کمال متا زن که فلان همین گپ دروغ گفت باور میکنی دامو چی میمونی بعد همین تو فقط ویدیو روان بکنی که خودت همونجا باشی، چهرهت در واتساپ نشون بدی که سلام علیکم برادر الماس ما همونجا بودیم، واقعا همونجا شما هم نوار نشر کرده درست گفته که همونجا تاجیک‌ها کوب شدن. اما آدم گفت که بامی کاری که جواب عزیز رحمت کی همونجا هم برادر با برام تشکر کرد که همین شما که با میبره ایما بگیم حمایت میکنی که یک کس میبینش. رحمانوف یه ویدیویی که نمیدونم نمو عثمان چیزی گفته بردن نمیدونم 15 سوتکه محکمش کردن، او ویدیو را پیدا میکنه یک نواری که تاجیک لات کوب میشه در خارج بگیم که حکومت ما نمیبینه این چیزا یا که هم مخالف میبره میگه رحمانوف استعفا، رحمانوف خائن، رحمانوف ظالم، رحمانوف دیکتاتور. بگیم رازمری پاتینکای او انسانا پیدا میکنن میرن پدر و مادرش فشار میارن نمیدونم بگیم که دمشنی ارستشون میکنن. امروز میبره برادر عزیز توی نقل منی یا برادر عزیز همین یک کاری بکنی که طرفدار رحمانوف
میکروفون تکشو بفرمو. طرفدار رحمانوف. خب طرفدار رحمانوف بفرمو. با کشتی میکروفون تا این تر بلاگ میشه جورا. با آدمایی که میوه خیلی ناز و نغمه میکنه که دمان خیلی ناز و نغمه تو نمیگذاره. چی استودیو را بند میکنی؟ ما را تای 500-600 نفر تماشا داره جا آمده نامش میگیرن بگیم که گم میشه. خب بیا خیلی تاجیکستان. الماز بوی مونده گپ زنی چی نمیمونی گپ زنی؟ تمام اینا بیا بگو واکر. من گفتم که من حوز یک ویدیو میکنم در پیش ویدیو سینما میکنم مسکو در مامه پاتوم تلاکی من خیلی خبات باور میکنم رو. بعد دمو آدم بگو که دمو آدم همه آدم گوش داد ماز گپ زنم همه آدم گفته که تام گپ درو باشه جواب میدی باور میکنه. یا سوال کردی بیست من ترا جواب میدم. همون انسانی که در همون جا لطه کوب شده چهرهش در همون ویدیو هست همون انسان با واتساپ قطعی من گپ زنه بگه که برادری عزیز نه من همون جا بدم. من چه باور نکنم همون آدم تنلیش همون جا ایستادگی هست. همون آدم من با واتساپ تلفن کرده همون ویدیو را دیدم. چه من باورش نکنم. همین گوش کده همون جا وقتن یگان گوژنین تاجیکستان نست ای پولیکاسیا در تمام این وضع کگب اون برومات چکل همون آدم تلفنش هست. قسم بخه کی بازن قسم بخه کی اونجا یا تاجیک نبود. من همون آدم آواز میارم با چهرهش با خاطر همین قسم ایت گپ بزنم که برام پنجاه خود آموده همون آدم با چهره گپ زنم بعد قسم میخورم بگو نه تو حاج قسم بخه کی اونجا تاجیک نبود. من هم تاجیک بیارم بیو ما با تمام چی قسم میخورم که در تمام پوبلیکا در تمام این ویده کگب در تمام هم برنامه رسیت در تمام ژورنالیست قسم به نام الله که یگان تاجیک میگن نیست اونجا فهمیدی. فقط میگن اونجا پاسپورت قرمزی قطعی دو میمونده دیگه یگان ملت دیگه نمیمونده. انا همون ملت اما آدمی که دست زن زد همون آدم گپ زد ویدیو روی کرد انا همون گویا با دکتر قطعی گپ زنه کو نه تمام تمام برادر روز پیدا میشه میاد صحبت بکنیم. یگان مشکلی نیست. خب انا که بعد همون بخشش پرسن ملت بخشش پرسن که شما من همون آدم در ویدیو دیدم با در واتساپ زنگم زده. من برای چی ایزوینی بپرسم؟ برای که من ایزوینی بپرسم که رحمانوف که مردی ما در روسیه زده سوی من زنی رحمانوف تجاوز کردم با یه باری دیگه. من دلبایو به شما بخدا سر وایرون نکنه. من هم بخدا همه آخر میگیرم پول در گلوبینسکی پریود میگذارم پول عالم الگ میکنم رحمانوفا. شما بدبختا توپویه. شما هم طرفدار رحمانوف واقعا بعد ابورت چی دگی؟ شما چه خیلیه نمیفهمی گپا؟ ای کافیره شما مسلمانه. من همون نفرم میارم همینجا. همون آدمی که در همونجا شکنجه شدگیه با من برو اومده علاقه واقعا گفت برادر ما همونجا بدیم. اینا برو اومدن دوجه تنها قرقیزو. شما توپوی چیه؟ من وقتی از بیزنس میکشم باید فقط هم تاجیک بیاید. شما دلبایو به چیه؟ بسیارت بخد خوب آیا جای دیگه افتادگی سر وایرون میکنه بخدو بیای تویتون نقل میکنه. رحمانوف نمو سگ بچه ها تا فقط بگو که همون چوپلوسا تا دو ساورزکا تا که برنامه الماز رفته اگون چی در باره من گب نزنه که الماز چکار منه اویلما. من پول نیروس میگیرم خیلی گب نیسته که اینو را یه بار وای کردن در کار. گفتی هم رحمانوف اینا تو هم وای شونه کنی نمیفهمن. بخدا شما گذرونده شده. نم طرفدار رحمانوف که پول نیروس یا تاش وایش میگه که بیا آدم وره بخشش بپرس بعد میبرو گپ میزنی وای خیلیه کو اگه بیا یکی من زنده و کو همون انسان در همین برنامه بیا صحبت بکنه. من پرینسیپ های خدمت دارم. من نمیگذارم که یگان مخالفه برای یگان کس تحقیر بکنه یا که بگم که رحمانوف اندازه تحقیر بکنه. این خیلی گپ نیست. ما با تحقیر کردن دنیا را نمیگیریم یا که دنیا را ایواز نمیکنیم.
ما باید به یک عمل خوبمون، به یک کاری خوبمون، باید به یک برنامه نیکمون باید به میدان بیاییم. ما به دشتمون به حقارت بیاییم. بین ما و رحمانوف چی فرق داره؟ همین حکومت ما امروزه بار که میدروه در عدل سر میشوه. ایسا لطو کوپت می نه ایسا نه اوچاو نه خواهر نه مادرت میمونه. میگو که در ویترین نه میگیرن استفادهش میبرن میموننش. باور کنم که در توا هم کافی رن که ایدین برامدگی رفتگی هن. خب برادران گرامی قدر، برادر غرم میکروفون تکشو. سلام علیکم. بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. الماس جان امیدوارم که خوبی. سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه. خب موضوع برنامه درباره چی بود؟ من ناوی نظر اومدم که همین خیلی شپیده و رفته شده. دیگه حقارتی نبودی با حقارت کردی اویله را. رحمانوف اومده وایش برام تحقیر کرد. خدا رحمت کنه مرحله قوت و برو بخشش بپرس. نه این دیگه شنیدم تو بیا قسم بخور که من همون یک آدم زنگ زد با واتساپ نشون داده بچه اون آدم همونجا گفت همه بود. اونجا تاجیک بود ارس پاسپورت ارسی داشت گفت همونجا بود. این پاتو همه رو آوردن نمیخوای کردن با ایالا پرورکه کردن. فهمیدم. همه تای تورسک میدروه میگه همه رو آوردن بعد ایالا پرورکه کردن. کسی پاسپورت روسی رو جواب دادن، کسی تاجیک و ازبک قرقیز بود بگم اونا رو تکوپرسی کردن. این اونجا اومده شما برای ای رحمانوف ازمینه نیپرسی، ای مردم ازمینه نی بپرسی. او رحمانوف برای مردی ما قزل میکنن. من با میبرم ازمینه نی میپرسیدم من فلان کردگیم گفتی همون توبه کم بخون سر بیرون مینم. دوملو الماس جان همه قرقیز چی آدم نیست جدا از اون که وای آدم باشه مسلمان نیست. آیا همه پرزیدنت شما همه دیروز پریر نه قطعشو گفت که ما یک خون یک ملت یک وای هستیم، یک منطقه و یک همدین هستیم. دست فشور چی میگن که بنی آدم اعضای یک دیگر است که در آفرینش یک گوهران چو عضو بدر آورد روزگار دیگر روزها را ناماند قرار. تو که از غم دیگران از محنت دیگران به غم نشاید نهاد نامت آدمی. آیا تو را درد نکرد که برادر قرقیز ترا گرفتن همونجا تای ترسک نشان دادن؟ چندین در کامنت ها میبینید که قرقیزا برای ما تعزیه و تسلیه بیان میکنن. برای چی امروز میگو که خطت کنار میگیری میگو که نه باید تاجیک نبودن چی باید انسان نبودن؟ فقط همین انسان فقط همین تاجیکه، همین تاجیکه که فقط ظلمش میکنن. ای تو این درجه را اینو به شرف ها اگر اینو را در بالای همون نجاسهشو بخفی اینا ایکو بگردن نمیگیرن. میگه این ما نبودیم، این عیبی ما نیست، میگه این عیبی فلان ما. برای اول اینها را هیچگاه باور نکنه. ملت چهره اصلی این بدبختا را میشناسه. از اون جمله به همین خدم تحقیر شدگی در غرم امنیتی همشهری امام علی رحمان امین تقای امام علی رحمان برمن ما را گفت که شما غرمی ها از دیدگاه ما تا هنوز بعد 10 ساله ها هم شما تروریستی گفت. اینه ای آیا من همه دیله نشوه حجت نشوه بگگر نروه دیگه کی همه کارا را میکنن؟ اینا همش دیله میشون. هر یک گپ شما هر یک عمل کرد شما ما دست دادیم صلح کردیم آشتی گفته مردانوار دست دادیم با بعد 10 سال 15-20 سال میخیزیم هم میگو که تو تروریستی. نه فقط تو شما غرمی ها میگه تروریستی. برای همون قمگه ما در غرگی ها میایم در اینجا شما را نظارت میکنیم در منطقه شما. بعد امروز میخیزه میگن که آی این پیشوای ما این نجات دهنده سیاره این چی شد؟ خودشان همون گفتی همون گفت آخرینه تر همین نجات دهنده سیاره که این چی خیلی شد که این دیلای من شکایت کردن مثال شکایت بردن به صد بین المللی و گگا این چی ممکن پیشوا بدن ممکن محبوب دلها بدن تا امروزه این چوپلوسا و این طرفدارای من اینا همه زنچید همه خیلی رویاکی خیلی هم درباره من همه تعریف و توصیف میکردم. زنچی از این پس من یک قاتل دیگر نمیبرم، زنچی یک خائن
یک آدمکش، یک آدمی که قاتل میلیون ها آدم های بیگناه، از این پس امام علی رحمان را دنیا همه خیلی قبول میکنه. جناب امام علی رحمان ترا به همه روزهای بعد و به همه روز سیاه گرفتار کی کرد؟ انا همه اسدالله ها کردم، اسدالله های علی کردم، دروغ تعریفت کردم، توصیفت کردم. حال آن که تو همو لایق لایقت همو تعریف نداشتی، تو باور کردی به گپای اینا، در گپای اینا در اومدی، از اسلام رو گردوندی، از ملت رو گردوندی، ملت کنار گذاشتی، فقط در فکری پیدا کردن جا و پل و کرسی و منصب همراه همین رفیقان و لگنبرداران و همدلان و همکسبان شدی. امروز نتیجهش نوش جان کنه که امام علی رحمان تا از این پس نه پیشوای ملت نه اساسگذار صلح و وحدت، همچون یک قاتل، یک ملت کش، یک مردم کش، یک آدمی که گنتیک کردگی ملت خودش. انا همین عنوان زیبنده تا برای چی؟ برای که تو از ملت جدا شدی، طبقه خودت جدا کردی، خودت گفتی که نه من نعوذ بالله من خدا هستم، من فهم من از شما هم دیگر بالاتر است، شما ملت باید مرا اطاعت کنید. رجبی نمیکی رجب زاده را چنم داشت در او منبر بر اومدی، دزدیش قپیدی، شرمندش کردی، با تمام هستی چی پول و مال دزدیده بود شهباز رجب زاده را، در کذب کردی، مفتش شدی، سود شدی، پرکرور شدی، همه شدی، چرا آزادش کردی؟ چرا نگذاشتی که مقامات های داخلدار قدرتی قضیه هوای ببینن؟ چرا خودت در همونجا شرمنده کردی؟ چرا در همونجا خودت دیکتاتوری تا نشان دادی؟ چرا در همونجا خودت نشان دادی که این قانون برای من هیچ است، من بالاتر از قانون هستم؟ در اونجا خودت نشان دادی، خودت با دست خودت آمدی، خودت گفتی که من امام علی رحمان هیچ یک قانون و چیای تاجیکستان پایبند نیستم، من هر چی میخواهم میکنم. این امروز درد سر خودت شید، امروز این کار درد سر خودت شید. برادر عزیز من اصلا بخونم، شما یک 3 مینوت چخ کنه انشالله برمیگردم. بله برادر. خب خیلی سخنه با محمد تقایب بتی با ما در اینجا میستم باید برادر محمد تقایب هستین؟ خب گذشته از این نگاه کنید، این انسان ها در همین جامعه تاجیکستان اگر نگاه کنیم، این همین اسدالله خودش یک عمر طرفداری از امام علی رحمان میکنه. همین امام علی رحمان چی خوبی کرده است برای تاجیکستان، چی خوبی ها آورده است، چی شرایطی خوب مهیا کرده است، برای نفقه پنسیونر بلند کرده است، اولی که معلم بلند کرده است، چیکار کرده است، با کودک پلی داده، مکتب ها را بپل کرده، چی خوبی آورده است. هر چیزی که از همه فایده جامعه هست از حساب کیسه مردم خودی در رشتن در نوحه را زمین لرزه شدگی جناب عالی برآورده است وای داره که خانه های مردم هست. از حساب کی؟ با از حساب همون مردم، با از حساب همون رحم قرمی، با از حساب همون ژورنالیست بس گپ زنیم گپ ده سای مرکب نمیتی خای نه ولی دست اجازه دم نیست، تو 3 ساعت گپ میزنی با از حساب همون بیزنسمن های فهمیدی؟ جناب عالی چیکار میکنه؟ فقط میبره وقت میکنه وقت شما میکنه به ما گپ زن، همین سوال دادی به گپ زنیم تو نمیدون تو رقصه خب در منبرها برمدن سخنهای به مفهوم زدن، مثال بودجه دولت در دست گرفتن، خش و تبار خود به جاهای کار تامین کردن، مردم از رو گفتن، مردم با سخنهای شیرین و فریفته با بزرگ نمار که جای بهار میرسه به اینا قطع خانه کردن. این نهایت یعنی بدبختی و دیکتاتوری انمی انسان است. این منافقت انمی انسان در همین است که مردم ما متاسفانه مردم ما به همین گفته های همین افسانه های همین پیشوا و همراهان باور میکنن.
نه همگان، اکثریت مردم شاید از ترس هم باشد، لیکن این نباید که به این گونه چه دوام دهد. این باید که مردم کمر همت بستند، تقدیر ملت به دست خود بگیرند، زندگی خود را باید که در صف مبارزان داخل شوند و این دیکتاتور را از بین برند. هست یکم برادری که گپ میزنه؟ برادر محمد تقویب اگر باشه اجازه داشته باشه میکروفون تا کشو گپ زن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر خوبه چطورید برادر عزیز؟ سلامت باشه. همه اسدالله به یک دو نصیحت دارم. سبحان الله آخی اسدالله سلام علیکم. گوش کنید، همون نوارای شما من گون میبینم. سبحان الله اونجا فقط دشنام و حقارت. این پیشوا چه همین آدمای یعنی اگر طرفداری پیشوا میبودن و در حقیقت امام علی رحمانوف احترام میداشتن، شما این مردم دشنام نمیکردن. شما دو طرفه ضرر دیدید. فردا این مردم با شما سوال جواب میکنن. این یک. دویمش اینکه باز از پشت رحمانوف آنقدر دشنام و حقارت و گپ شنیدن. ما با گفت شما خواهینیم، خواهینی درون ناخونک ما را حقارت میکنن، چی میکنن اکنون اینا مردم میدونن. ولی پشتیبانی پیشوای چه به اینقدر حقارت میکنن، دشنام میکنن، این آدم ها پست میکنن. سبحان الله گپای پست و بلند میزنن. این دو سیمش هم که آخی همین امام علی رحمانوف چی با فرزنداش نمیبرورد که وای پشتیبانی کنن، نبیراش نمیبرورد. اسدالله بیچاره برام دست همه رضا صدا آدم دشنام حقارت میکنن. پشتی کیه؟ پشتی رحمانوف. چرا اونو برام پیشوای پشتیبان نمیکنن؟ بعد چرا پیشوا یک این تو یکم معاش درست نمیکنه؟ شما با یک دندان پندانای ریمون نمیکنه. سبحان الله. انشاءالله رحمان حال آزادی شود من پال ناسی همین دندانای اسدالله میبخشیم، پال نه ریمون اتنی من. به همین خاطر این جنگ پشت رحمانوف این حقارت و دشنام و همدیگر این رحمانوف این کارهای پرتافتگی بین مردمی تاجیک با روز بین ما با رحمانوف ما رو چپ کرده، جنگال انداخته است. سبحان الله. به همین خاطر براید رستم سامان، رستم مسکو رفته میتونه، چرا پدرش پشتیبانی کرده نمیتونه؟ اسماعیل امریکا و جوانای تاجیک میپرتوید که دعوت کنن امریکا بیاین و اروپا بیاین، چرا خودش براند باباش پشتیبانی نمیکنه؟ برای چی؟ که بچه های تیله میکنه، یعنی جربه دیگه آدم های به خاطر دوستون پول اونو پیش میکند، مردمی بیچاره در بدر خاک بستر با اونو دعوت میکنن امریکا بیای و اروپا بیای، اینجا چه زیباش دست گفته. چرا ما تاجیکستان و امریکا کار نمیتونیم؟ همین اولاد رواد اسدالله باور کنید کو هم خوب میشود، هم 100% میشود. دیگه شما این هم کس خود به خود دشنام میکنه، هیچ کس نه حقارت میکنه. همین برو تگی تمام همین لوبای نواری مخالفین با السلام علیکم نویس کنی، اون کس جوابی تو به توی حقارت میکنه یا نه؟ هرگز نمیکنه. با همین خاطر باور کن توی استفاده بردستن اینا اسدالله. من نمیخوام مثال آبروی اون کسی پس کنم اینجا با دشنام کنم، نه که کسی دشنام مینسه همین کامنتر و مادر و خواهر و زن هم میرسه. من دواینا اتویت میتم، اینو فراموش نکنید. برای اینکه من شما رو دشنام نکرده بودم اول، من محمد اقبال نه که ای خبیامون این تو نکن اون تو نکن، من اتویت میتم شما با. برای اینکه من توی نمیشناسم، تو من خود با خود از پشت رحمانوف برام دشنام کردی. رحمانوف که حالا تو نمیشناسی اما آدما عموما تو همون رحمانوف والله قسم یا خیلی زنده ندیدگی همین دشنام میکرد یا زنده همون رحمانوف روی پری ندیدگی.
فقط در ویدیوها دیدید، فقط دروغاشو گوش کردید، فقط به پیش گوش کردید. امروز فقط به پیش 33 ساله من چی را درک کردم؟ فقط رقص و بازی کنجنبانی کودکای مهاجرا در گرد و اطراف اون رقاصهای و اون الکشای بدمست دیدم. من دروغ گویم درو بین همین نواری همین رقص و بازی من یوتیوب هم نشر کردم همین روز. مرحمت درو این بینید، تفلکاتون نگاه کنید. آینده چی میشود؟ آینده فاحشه، آینده اونا چی فکر میکنن که значит هم پیشروی همین بوده است. فردا اونها هم میبرن کنجنبانی و رقص بازی و دیوانگی میکنن دیگه. اونها رو یک کس نگفت بچم ایره گرد این کار خطا است، پدرش در بدر خاک بسر در مهاجرت کی اونو تعلیم میده؟ مادرش اپسی زندگی بیچاره. فرزنده ما بیرون بازی میکنیم گفته تویا میرون، اونقدر رقاصه های لوچ و اونقدر نوجوان مردایی که میبردارن مادر و خواهر تاجیک، همون هم مادر و خواهر تاجیک هم رقاصه ها. اگر یک جای کار داشته باشن، یک زندگی خوب داشته باشن، هیچگاه اونا بر این راه های بد نمیرن، از این کارهای پست خودشون آبروشون پست نمیکنن. این ما با کجا رسیدیم؟ سبحان الله. چی و رحمان پیش رای اینها رو نمیگیرد؟ اونها رو یک جریمه کند 10,000 سومون 20,000 سومون. سبحان الله. یک نفر نمیبراید، حتی دستش نمیبردارد، حتی دایره یک درینگی نمیکند، برای اینکه پول ندارد. کجا با پرداخت میکند؟ رحمان این کارهای آزاد موندگی اسدالله نسل ما و شما نیست کرده است. اونجا همه ملت ها هستند، تاجیکستان با ازبک ها، قلقا، تاجیک ها، تمامی من همه آنها را شهروندای تاجیکستان میشمارم. نمیخواهم که آبروی مادر و خواهر تاجیک پست باشد پشت یک شیطانی که سبحان الله امروز ما را به همین رضا آورده رساند. با پیش میگویند کدام با پیش؟ این با پیش نه اسدالله، این پیشروی نیست. کنجوبانی و رقص و بازی و میلیارد سامانی های پیشواز میرزیایف و جعفرов دیگه با یک 24 ساعت به برباد دادن، این پیشروی نیست. پیشروی زواد و فابریکا، پیشروی پوتین کوز ماندن است که تو چرا ملت من آبروش پس میکنی. این پیشروی است، نه اینکه دهان در دهان آب گیری و خاموش است که ملت تحقیر شود، آبروی همه پس شود، تو خواب باشی. این یگان پیشروی نیست. پیشروی همون وقت می شود که مردم صاحب برق باشن، مردم صاحب جای کار باشن، مردم صاحب زندگی خوش باشن، مردم فرزنداشون رو تعلیم دهند، در نزد زن و فرزند پدر و مادرش باشد. بعد این پیشروی است. وقتی همون 92 93 میگن صدقه همون سال 92 93 شوین شما. اون وقتا مردم کار داشتن، برق داشتن، اون وقتا مردم آبروی داشتن، عفت داشتن. یک مادر و خواهر تاجیک سری لوچو کنی لوچو همسایه‌اش دیگه نمیزد. امروز چی؟ امروز ایرانی رفت پرواز کرده، یک روزه که مادری تاجیک وی نمیشناسد، کتی وی سینوش جبس کرده بند دلی ایرانی به رقص کرده. همین است پیشروی. سبحان الله. همین است پیشروی شما. چه ننگ و ناموس دارین ندارین شما؟ یا خداتون هم خیلی هستتون این مردم میخواین رنگ خودتون کنه؟ من نمیفهمم تماما که همین کجای هم پیشروی است. بروین کنی هم پیشروی های گاز زنین، کنی زواد، کنی فابریکا، کنی پشتیبانی از این ملت در بدر و خاک بسری سرخم. من بروم گویم قند تخور، من هم بس کردم همین صحبت بروم پس زندگیم شدم، گویم بروم من نمیبینم این چیز رو. من فقط بدبختی و فقط آبروی این ملت رو ریزاندن رو دیدم در طول 33 سال. دیگه یگان چیز من ندیدم، دیگه یگان بهبودی ندیدم. من یک زواد 1000 نفر تاجیک کار کردنش در طول 33 سال من ندیدم. با اون برای شما با پیش میگوین. برادر عزیز، من دیروز یک نوار تماشا کردم. همون یک نفره که کیه نومش فراموش کردم، همون نفره که ولایت سوق ده دیم سیم آدمی حکمت چنون دارم. اون لاتی بین پای زنکای میگوید قاهی رسول زاده میگوید. آنم قاضی رسول زاده گفت که 17,000 تاجیکستانی گفت در راغون کار کرده سوده نان میآوند. ای بچه
روغونه یک بگیم که یا اگر گچه راست کرده مردم در سویت یگان تغییرات نشید. رحمانوف گفتن که آقای روغونه گفتن که فرزند رحمانوف بوده است. شما اینا بزرگ کشیده سوده انشاءالله که در کار میدروه شما بگیم که فرزندتون میبینه که چه کار میکنه. وقتی که وای فرزندی رحمانوف باشه روغون برای چی سهمیه طلب کرده؟ شما برای این حکومت من نفهمیدم که شما اگر فرزنددار بخوای بشه مردم فیراد مینه پیش زنتون که بگیم که نسخه بگیرن مردم. شما چی خیلیه؟ نمیخوام گپای سخت بگم نکی اینو این گپای زدن کن برادر، این گپای زدن کن. بعد خودی هوا همون اویله که همون قاهره رسولزاده چند پول بگذارگیم $5,000 یا انا $10,000 و $1,000,000 به از کجا مبلغ یافتو دبی به خانه در خرید؟ چرا مردمش به اینا نمیگه از کدام پول برای چی میبرد بمگه 17,000 اونجا کار کردن مردم یعنی بله برای همین خاطر باید یک حکومت باشه که برادر عزیز یک حکومت باشه که همه چی آشکار باشه. مثال من سری قدرت بیام باید مردم ایمن بگیم که من چند خانه دارم، چند ماشین دارم، چند زن دارم، این چیزا رو ایمن بنویسن بگیرن. اویلی که من چند سومای پگه من وظیفه رفتم یگان دیگرگونی در من دیدن بیان ایمن طلب بکنن که تی این چیزا رو یک جای افتی. واقعا باید این چیزا آشکار باشه برای ملت. وقتی که رحمت موزه لایخلی سری قدرت میاد امروز که $20 میلیارد در شاتش اینو اگی جانی پلو $20 میلیارد 20 میلیون نه 20 میلیارد. حالا این یک پرچه پولاشین هم ده یک ذرهش همین کمکش. بعد اینا میبرو ماکسا کدام بیچاره همین مادر خواهر تاجیک بیوه شده باشه زنی دویم و سیوم گره این حرامی ها میبرون همون مرده که جریمه میکنن اونقدر کار میکنن. نیکی لیوبوونی که اجازه داده هم همین 10 تا لیوبوونی گیری همین زیناکاری و بی‌تمیزی کار کردی هیچ کس تو هیچی نمیگوید. برای چی این کار کرده هم؟ برای اینکه آبروی مادر و خواهر تاجیک رو ریزاندن. همه فاحشه راه فاحشگی ببردن اینا مردم ها. فهمیدید؟ و پیش 33 ساله اینا فقط مادر و خواهر تاجیک راه فاحشه‌گری دعوت کرده ایستادن. پدر و برادر و اکش در بدر و خاکبسری کرده ایستادن. دیگه ما پیشروی ندیدیم. راه این توده افباش سرنگون کردن جوان مردای تاجیک به وطن برمیگردن. اینا از پیشوا سر کرده تا پسواش کوز میمونه. دیگه اون راه نیست. اینا گپی خوب کتی نرفتن. اینا آبروی ما کو ریزاندن در جهان ما را پس در این ملت کردن. امروز قرقیز میبرد هموطنش پشتیبانی میکند که تو چی گو خورداسی روسیه که برده شهروندای منو میزنی. بله. رحمانوف خاموش است. هزاران نفر جنگ برداشتن تاجیک را. چرا رحمانوف چی نمیکنه؟ مردمش رو پشتیبانی نمیکنه و چه پرزیدنت است؟ 100% برادر. باید جنایت از رفتن در جنگ‌های دیگر دولت اشتراک کردن. چرا رحمانوف برآمده نمیگوید نوارش بکی نرویتون شهروندا شما 2 میلیون این اونجا با من میدونم که اونجا 2 میلیون 600,000 گفته بود. پوتین گرفت دانش قلف کرد که بیش از 1 میلیون شهروندای تاجیکستان در روسیه کار فعالیت میکنن. این ریسکاشون پیدا میکنن. پول مهاجرا شیرین کو بله. از هر 1000 سوم روسی 10 سومونشون میگیرن کو از 128 تومان باشه دیگه و 138 تومان 1000 روبل 10 سومش گم. این مردکا حالا هم که وقت از اونه که پول پیریواد میکنن اونجا حق بانک دو طرفه داده گیان. بله. پولشون شیرین است. چرا شما پدنالت ها مردم پشتیبان نمیکنه؟ بله برادر. اگر من همین مردم برآمده همین گپای میزدن آشکار و چی میکردن که تو پدنالت حرام خوری تو همین خیلی دزد و غارتگری من میرفتم خودم یگان دار با میکشیدم یا یگان دریای کلام میپرفتم که ماهیا خورم. شما چه خیلی مردکین شما این پوست شما پوست خر است خوک است 1001 گپ مردم زدن.
پای نمیکند، تاثیرتون نمیکند. چه خیلی شما مردگرین. سبحان الله. مردمتان شما کو والله قسم عموما پشتیبانی نکردین در طول 33 سال. فقط در بدر کردین، فقط خاک بسر کردین، فقط شرمنده کردین، فقط دیگه ملت های اجازه دادین که ما رو تجاوز کنن و آبروی ما رو ریزونن. اگر شما سیاستمدار میبینین، اگر شما مرد میبینین، اگر شما غمخوار این ملت و دلسوز این ملت میبینین، هیچ گاه ملت تاجیک سرش خم نمیشد. برآمدین چایخانه راحته چند ساله ها وای نشانه ماندگی بزرگای تاجیک با چپه کردین. اینجا فاحشه خانه راست میکنه. انشالله رحمان نصیبتان نمیکنه. بعد همون در دست افتیدین الان اونجا میبریم. کسی همون فاحشه خانه راست کرد الان اونجا میرود. خارجی ها با پم کرد دادن میگیرد بخشش با پول خیتای و دیگر میکند. در طول 33 سال حتی فکری چخل پول خیتای کندن رحمانوف نکرد. چی گو خیرده گشت هستین؟ بله. این مردم ما خاموشن. این مردم ما با یک نواری کروپسیش درباره کروپسی این لپسای بین پگانای بین میگه. من برامدم این 10 سال پیش بود. در طول این 10 سال یگان قدم ما با پیش نرفتیم. و سیاست چی معنی داشت؟ و دغ پیسه چی معنی داشت؟ و معنایش همین بود که شما پدرنالتا چی با پولی من حق من نمیتین کروپسیانی را. و این معنی داشت. این مردم نادانی جاهل یک قسمش جنابی عالی انا این گپای بهتری انا پیش انا بهتری. آخه و سیاستی های اگر تو نفهمی تو احمق انسان هستی. سبحان الله. 10 سال پیش بود این نوار چی با پیشروی نیست. چی با سیاستش اگر خبر راست هم گفته باشد تجاوز کردن. تمام جا کروپسیا، تمام جا تا یک سومی آخری این مردم کنده میگیرن. سگای رحمانوف همه جا پارگیری، همه جا بدبختی. کنی پیشروی سیاستش کجا شد؟ پس این یک فاحشه بوده است. پس کشیده سر داده بودین همون پگاندارایی که این را پشتیبانی میکردن. من آخران گپمو میگم الماس، آخران گپمو این مردم به میگم برادرها هموطنای عزیز. همین 4-5 ساله ها من همین سال ها 2025 بخشش 5 سال دیگر همین 2030 اگر همین خاموشی شما باشد از همه پیشرفته ترین دولتی فاحشه همین دولت تاجیکستان میشه. برای اینکه شما همت در بدر و خاک بسرید نگاه کنین که خواهر و دخترچه های شما نه رحمانوف بچه روزه آورده رسانده است. آینده اونا چی میشود؟ پدرش در نزدش نیست. مادرش خیلی گویم فرزند مادر تا پدر نباشد مادر فرزند گوش نمیکنن. 97% کودکان طفلای تاجیک مادرش را گوش نمیکند تا سیاستی پدر نباشد. فهمیده؟ این کجا برده ایستاده است ما رو؟ حاضر برده با اروپا و امریکا با اون پدرنالت اسماعیلش همون خایلیساش پرت از بخشش مردم رو دعوت کردن اینجا بیتون اونجا بیتون. این نقشه ها همش نقشه های رحمانوف است که این مردم رو از بین پال نبرد. بله. از همتون خواهش میکنم که برگردین زن و فرزنداتون رو سرشته کنین هموطنان عزیز. من به خیلی بد میرسد و خواه ازبک باشد، خواه ترک باشد، خواه تتر باشد، خواه تاجیک باشد و هموطنی من است. من جانم برای آنها در کار شود فدا میکنم. به همین خاطر من میخوام که همه مادر و خواهر تاجیک دختری تاجیک با آبرو باید فاز و شوهر کند. اگر چه شوهر میکنه دختراتون چه شوهر میکنن برادر عزیز مهاجرا باید شما رفتن اونها رو سرشته کنید. باید ما این پدرنالت نیست کرده اون 20 میلیارد دلار برده جا کردگی دیگر کشورها گرفته یک زواد و فابریکه سازیم آینده نسل تاجیک اونجا کار کنه دیگه غلام و دربدر نشوند دیگه آبروی مادر و خواهر تاجیک پس نشود. حالا من یک پست نشر کردم که بعد حکومت نو آمدن تمام کنجنبانی و رقاصه های و حافظ ها مجازات میشوند. برای چی مجازات میشوند؟ برای اینکه در طول 33 سال رقص و بازی و کنجنبانی ما یک قدم والله قسم پیش نرفتیم. رقص و بازی کنجنبانی دیوانگی مادر و خواهر تاجیک گرد از به جمع کرده و
به آبرو کردن این پیشروی نیست. بار دیگر تکرار میکنم این شکرانه نیست. تو شکرانه الله میکنی که تو با عقل داده است، تو باید بیدار شوی بر ضد این کثیفایی که دختر و خواهر و زنی توی بی آبرو دارن، برای به خاطر الله آشکار گپ زنن که پدرنلت. من نمیخوام دخترم فرد فوحشه باشن. بله اون کدام و یک گوش کردم کدام منطقه با نمیدونم فراموش کردم، دختراشون رفته دانشگاه ها با میخوندن تا خود همه ران پاها لوچ پدراشون افتخار میکردن. این مردن این خیلی پدر به توف در روی این خیلی پدر که دختر میرود 5 سال میخواند اویلکش $100 فردا کجا کار میکند؟ با دیپلماتون رو گیرن پرتاین در کار نیست. شما باید فکر شوهر را کنین که فردا با برو این شوهر کنین، نه اینکه فکر دیپلم، نه اینکه فکر خواندن. و خواندن شما فایده ندارد، فقط در بدر خاک بسر میشی. یگان دانشگاه تمام کرده کدام جوانی تاجیک برآمده $500 اویلی گرفته است؟ نمیسن همینجا با کی $500 اویلی میگیره بعد دیپلمش گرفتنش؟ نیست این خیلی آدم. این حرامی همین قطر مردم جقیدگی است که از $150-200 هیچ کس زیاد پول نمیگیره. بله از همتون برادر عزیز خواهش میکنم که وقت دیپلم دفع کنین. آبروی دختر شما، آبروی خواهر شما هیچگاه خریدن نمیشود. این رو فراموش نکنین. دختر شما نادختر شود فردا بخشش هیچگاه وای رو گشته و ضرب دوختن دختر کردن نمیتونه و آبروش میره بعد اونجا تا روز قیامت به آبروی میماند. وای بله درسته برادر عزیز. ما گفتن ریشا سفید شد، موی سر سفید شد. برادر عزیز این ملت نمیدونیم چه خیلی دیگر فهمانه. السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، اینجا برادر غرم، بعد برادر کی بفرمایید. بله من همین آخر سخن رو بگم بعد خیر خوش میکنیم. خب به همه مراجعت من به همه طرفداران و این همه چاپلوسان و لگن برداران آقای رحمان فیکی همه وقت نشون داد، زمان نشون داد که همه رحمانو به شما هیچ نیاز نداره، احتیاج نداره برای دفاع کردن خود از شما. همه انسانای اسدالله بر اینها که میبروه اگر در کار میشید همون آدمایی که از شما هم باسوادتر بودن، از شما هم شجاعتر بودن، از شما هم داناتر بودن، از شما هم با علم و با همه چیز بودن دفاع میکردن، امروز جا شده کجا های؟ یه بچه چشم بکشای بار چشم تهوی که ببین فلانی وزیر بود، فلانی نمیکی بود، فلانی رئیس حزب بود، فقط کارش تعریف و توصیف و مداحی طرفدار امیر رحمان رو میکرد. و مقابل ما هم جنگ اعلان کرده بودن. ادیبک کجا شد؟ دیگه مانند ادیبک ها کجا شدن؟ چی شما اینا دیده بسیارتر از امام علی رحمان طرفداری که دلسوز است؟ نه، همه امام علی رحمان به شما هیچ احتیاج نداره. همه شما که آبروی هوای پس میکنه، همه شما که دشنا میکنه، همه شما که تربیه خانوادگی امام علی رحمان را رسانوی میکنه، دشنا میکنه. امام علی رحمان هیچ نیاز به شما نداره. با میگم اگر نیاز میداشت هوایی را سود نمیکرد، گوسود نمیکرد. شما را من نمیدونم در مغز شما چی خیلی ویروس هسته که همه امام علی رحمان داده شده پنیت که بچه هر کسی که اجمه طرفداری میکنه نمیخواد عاقبت جزایی نمیای. آخه شما بره اهمی دوری کنه نمیمونه باز شما یه عبارت پس نکنه. همه شما بده که دلای ما با سود بین المللی آن رفت رسید. همه شما من همه تکرده. شما باشه نه، شما دوستای وای نیسته، شما دشمنای ما. هم دوستای امام علی رحمان، ما هم میگیم که همین کارت اشتباهه، همین کارت خطاها. با والله قسم امام علی رحمان هم وقتی همین بعد آشتی ملی امام علی رحمان را به حد من حرمت میکردم با همون سخنها با این وای ما سر خم میکنم پیش ملت این وای تا این همه وقتی که همین مصیبت دوباره بالای خودم گشت ناومد. نمیدی سببش چی بود؟ سببشون هم امنیتی شید. امنیتی که اینومی تو سو استفاده بود، این منطقه دنقره سو استفاده بود. یک دشمن اشدی من را برای با مقابل تو تیار کرد امام علی رحمان.
برای همین میگم که امام علی رحمان به شما نیاز نداره. همون امام علی رحمان همون به حال خودش بسته. همون امام علی رحمان اونجا یک خائن شد، یک قاتل شد. تمام دنیا همچون قاتل دیگه و میشناسن، گوشش میکنن. جناب کبیری، استاد کبیری گفت که هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک مقامات تاجیکستان، ملیسا و پروکراتور از این پس حق داره که امام علی رحمان در کی جایی که بینه بگیره، سوتش کنه، محکمش کنه، پس پنجرهش بره. اگر نمیکنی تران در جنایت هوا شریکی. همه بایگریاش از دست شما روان. اینجا فقط نه تنها امام علی رحمان های، اینجا تمام همه جنایتکارا و همکارا و همدستاشن. همه بایگریاش از دست کشیده گرفته میشوه. کمتره مردم خودتو بهوش بیایه، خودتو فکر کنه که شما چیکار کرده ساده. نه خب فقط همین شما یک پراو باشه و تمام همین 6 میلیارد 7 میلیارد همین آدم دنیا نپراو باشه، فقط همین شما پراو باشه. همین در شبکه‌های اینترنتی دیده شدم که در همین نظرسنجی 9% بچه 9% زیاد نیست. برادر غرم یه دقیقه همجا یک برادر گفته است که چه خیلی با همین محمد امین در علاقه برویم. برادر عزیز نمی رقم های تلفنی من در بگوش استراکن می نویسی، من رقموش هم اتیمت خدیش صحبت منی یا که اینجا مدرو لینک گذاشتگی در کامنت یا که در زیر نوار نمی استودیو مدرو خدیش صحبت منی دیگه اکمل نمیدونی چه شما را بپیوندم. بعد هم رجعت اخیرون من همه که به همون مجاهدایی که پیش سابق بدن همه همین قضیه آیسیسته اومده شدن با من در تماسن. انشالله یک جای قضیه در علاقه ایم. انشالله هر کسی که همین مجاهدی سال 90 بود انشالله ببرویه یکون فکر در یکون در فکر در پای کارشایم. انشالله در پای بهبودی برای ملت آماده، حالت آماده باشیم. هر کسی که باشه این همین شبکه‌های چی ببرویه. این همین برادر محمد اقبال از دیگر رو نمره من پرسن انشالله دسترس میکنه ببرویه در علاقه یک جای وای کنیم. انشالله اوج پیدا شدگیان یک خیلی هستم بچه مجاهد سابق. همه امام علی رحمان فقط همه مجاهد سابق میترسه. انشالله جمعشه قوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار. خب برادر کی بود اینجا؟ محمد. سلام علیکم بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا خوبه برادر؟ بله بفرمایید. الله نگهبانتون باشه. ما ایامی اکای محمد جان یا بخشش میپرسیدم خیلی برآمد رفت عذر. ما همین تمامی برادرانی که مخالفن مبارزن در شهر روسیه احترامونه خواهش میکنم که تلفنایی که گپ میزنین در کوچه نبرورین. الحمدلله برازگی الله ما برآمدم ای دستشون پوشیدم. خدا را شکر، 100,000 با خدا را شکر. پدر و مادرم و فرزندای پدر بودن خیلی عذاب بودن. همه مجبور هم کردن، زورم هم کردن، زدن من گفتن که ببرو تلفنی بیا قلن ویدیوی بخشش پرس. من نپرسیدم، این نمیپرسم. آدمایی که مرا اینا کردن اینا با ما برآمدم. دیدی اینا 2 روز گذشته ای بین. ایشالله و رحمان اول خدا آخر خدا بر پدر مادر فرزندای پدری مرا بکش. ما رحم نمیگردم. ما اوجه روسیه برآمدم. ما دیگه دولت اومدم. ایشالله و رحمان ما رحم نمیگردم. بر پدر مادر فرزندای پدری مرا بکش. اگر که همی برای همی ما اگر برای خطا کی رفته باشم، همی راه گرفتگی ما که برای آزادی خلق نباشه و برای دیگه چی باشه، خداوند به همی راه توخیل راه نبرم. لیکن برای همی آزادی خلق باشه خدایا خداوند بزرگ از تو میطلبم که توخیل راه ببرم. انشاءالله که خوب میشه همش. ما انشاءالله جمع شده مردم در تماس برآمده شدن. انشاءالله که روز ساعتش میاد که ما بگیم که حرکت دمید روی مالی در حرکت نیستیم. ما در حالت جمع شدن مالی انشاءالله که آغاز میکنیم همون روز. انشاءالله که همون کلیچستای انسان های ما بگیم با همون میرزا رحمویل
ираё то наброрин ама ҳамон одам ишолора ҳамон бояд рӯз пас оли як ҷома соз кунам валлоҳи қасам лицом қати мебурам валлоҳи қасам ман бахшидам ҳамон оилама фарзандома ба ову ризои аллоҳ бахшидам падара модара фарзандои падара валлоҳи қасам барен қатлшон кунем не ино ҳами хел мекунанд ино чанд бор омадан хонагиёи мора ҳами хеле тарса ҳами хел мешкани ҳеҷ коршон карда наметунанд мебарад 5 рӯз маҳкамаш мена мебаранд намедонам чӣ кор метавонанд шу карда ва ё ки ягон гапи мана нагирифтиянд ва ё ки ман ягон кор гуфта бошам ва ё накарда бошанд ҳечи просто ҳами ғамтишон ҳами қай ки бигем ки мераванд навор мекунанд дардд менам мераванд намедонам мисол маҳкамшон мекунанд домашний арестшон мекунанд ҳаминш камтарак абид наай дига бугӯй ки мебара ягон кор карда наметуна ҳукумат иншаалло ин мардум як рӯз қиём мекунад баъд ҳамон одамое ки шумо имрӯз бо зулмшон кардагӣ ҳамон одамо бо шуморо иншаалло сарнагун мекунанд ман ай дурӣ наметавонам тура ягон кор карда не ки ҳамон одамое ки имрӯз дори зулмшу дорӣ ку ҳамон инсонҳо мехезанд тура иншаалло сарнагун мекунанд зулм ҳами хел омадагие ки бор ки косаи сабри мардум лабрес шидагие дига мо ҳам дар ҳамин барномаҳо ку бовар кунед дига ҳамаи гапомон қариб пафтора биёед бародарои азиз рақамҳо ҳаст дар тамос бироед бинависед дар ватсап биёед сари як масъала биёем биёед бирем ягон кор бикунем ягон кор кардание ё ки не мисоли моро 600 нафар тамошо дорад бародарои азиз бигем ки мо чанқа лайк гирифтем ман ноз намебинам ман хоҳиш мекунам ки дар комент навишта бикунед ки мо чанқа лайк дорем бовар кунед нахо 600-700 нафар тара тамошо бикунад бигем ки лайкҳои мо бигем ки 200 дона нашавад бародарои азиз ман хоҳиш мекунам шумо ҳамин хел лайк бумонед лоақал 200 дона лайк боша агар видеои мо 140 нафар 140 лайк будааст ай 600 нафар 140 та ба ҳамин хотир бародарои азиз бетараф набошед бумонед лайкотона обуна шавед шумо рӯзи соаташ меояд ки мо иншаалло бигем ки барномаи инқилобро мегем рӯзша мегем баъд иншаалло ки мебинед ба ҳамин хотир шумо бояд обуна бошед шумо бояд бифаҳмед ки мо чӣ кор мекунем инак мо инҷа гуфтем ки лайк бимонед фақат 4 нафар лайк мондааст ишолораҳмон оли ҳастай записои галасовоёшон суратошон ишолораҳмон як ҷора мустаҳкам кунам ҳамаша нашр мекунам валлоҳи қасам ҳаматона намхе суратотона нашр мекунам галасовоётон қати ӯ ҳақоратҳои кардагитона валлоҳи қасам азиз дар рақами ватсапи мо бу партош иншаалло ки бигем ки туғриш менем шумо худтон нашр накунед ки бо ягон залалтон биёран иншаалло ки акуҷа залала овардан маҷбурум кардан валлоҳи ток дамонданма дар Россия ток дамонданма ки бубуро биё видеозвонок бахшиш бухум ма чӣ кор кардам ма бахшиш мепурсам валлоҳи қасам бояд тоҷикистон мебурдан дар номи поку ҷонум худора кадом бузурге ки дуо кард дар ҳақ монда бале инҷа дар коммент як нафар бисёри бад хоста шуда ки мо даъват кунем Муҳаммад Иқбола бародари азиз як бор омада буд иншаалло ки меояд вай агар кор надошта боша иншаалло ки бекор боша бародар Муҳаммад Иқбол вай ҳамин Тағоев агар мара шинидеста боша бахшиш пеши гапта ма узр мехоҳам ма иншоалло шумода алоқа мебурам Муҳаммад Тағоев ина дар байни ҳамин халқ чанд касе чӣ дорад тамошо дорад ман аз шумо узрхоҳӣ мекунам ки ман алоқада баромада натонистам яъне иншоалло шумода алоқа мебурам майли бародар Алмаз ҷон уқа хуб нест аллоҳ нигаҳбонат бошад барори кор иншоалло алоқа мекунем бо баъд ватсапа бин ман нависондум ака خب تشکر زیاد اینجا چند برادرها
انشالله که برادرای عزیز در واتساپ لوچی بنویسه خوبتره. اینجا چند برادر در کامنت گپای در کامنت بنویسه خوبتر میشه. برادرای عزیز چی گفتن؟ من یک چیز از میخوام بگذارم، یا اکسپریمنت که ببینیم که تا کدام درجه را همین بیننده های ما زنده‌اند یا که یگان دیگرگونی میخواهم. برادرای عزیز نگاه کنید که من باید 2 ساعت صحبت میکردم که 2 ساعت گذشته. من بچم چی بگیم که 2 ساعت و 20 دقیقه شده. اگر بخواهی که برنامه را من دوام بتیم برادرای عزیز، شما همون لایکاتون را بمونه برادرای عزیز. 200 دانه اگر بشوه چند قیه که شما میخواهی من برنامه را همونقا بگیم که انشالله اشتراک میکنم، مردم قبول میکنیم، صحبت میکنیم. ما اگر بگیم که اوزی 3 دقیقه ده اگر ما بتونیم 200 دانه لایک کرده، انشالله که چی قدره که همین مردم میخواهن که ما برنامه‌مون ادامه بکنه، انشالله که ما همونقا در خدمت همین مردمیم. اگر نه بعد 5-10 دقیقه انشالله که بگیم که خداحافظی میکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز ما را 600 نفر تماشا داره، به طرف نباشه بمونه لایکاتونه. 200 لایک یگان چیزی نیست که بگیم که اینجا کدام برادری است که کم ترک میشناخته است. خب برادرای عزیز نگاه کنید که لینک هم در زیر نوار گذاشتگی های، لینک در زیر نوار گذاشتگی یا که در کامنت ها میپرتوینش یا که ذکریپیت هم کردگی های. وقتی که شما کامنت وارد میشه همونجا دا نشان میتیه درخشان تیوی، همونجا یک سیلکه موندگی. همون همه که انشالله که وارد استودیو میشه فکر نظرهاتونو میگه. به همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز، بمونه لایکاتونه، برنامه را ادامه میکنیم. غیر صورت انشالله که خداحافظی میکنیم و میریم. خب اینجا یک بدبخت با دشنام نوشته است. شما مردک بشین همو دشنام برو نخه در روم بکن. اینجا در گپ بزن من ترا بشناسم. پروست من ترا نمیشناسم، تو 12 دشنام داری، من نمیخوام 12 دشنام بکنم. بیاین اینجا افیر ببرو صحبت بکنیم، من ترا بشناسم کی و من پگه بیام دندونو تا بچینم. بازی من نمیدونم که کی تو میبروی دشنام یا که گپای میزنیسته که خر خنده میگیره بزه بازی. شما مردک بشین. من مردکم میگم که رحمانوف برای استعفا، من ترا نمیخوام. رحمانوف اگر جای من بیاوه برای زندانم میکنه، برای که من رحمانوف اتستاف که گفته شدم میگم که برای استعفا. یک آدمی که هیچ کنیسته میبروه بگیم که یکم من آدم ها را بگیم که روچکه هاشون میگرفتم یا که نویستگیش کور میکردم. بعد دشنامه بیلال شریپوف تا که بدبخت فکر میکنی که بلاک تمام این انسان هایی که دشنام یاد بار میکنه یا دوبار روچکه تون میگیرن آگاه تون میکنن که مسلمان بشه، دشنام نکنه، حرف قبیه ننویسه، مینویسه شما بلاک میشه. شما من خیلی ندارم که عفو بکنم. کسی بلاک شی توکلت به خدا. دیدارا فقط در قیامت میشوه. برای دشنام هاتون، برای حقارت کردنتون، برای چیزا بگیم که در دنیا جواب میتی. اگر در این دنیا بین ما فاصله ما نمیتونیم، ما لبای تمو زوریم بگیم که ای دوری هر چی میگیم وقتی پیش میاد دیگه باور که یگان چی گفته نمیتونی. اونا میاد گرینی تو بود که هر راست میکرد. پیش رفتیم دیگه نمیدونه که چیکار بکنه.
ولی چند نفر رو درباره‌اش نوشتم. من نمیخوام که درباره این انسان‌هایی که دیم سورت انسان ها درباره اون انسان ها من صحبت بکنم. این وقت ضایع هم نمیکنم برای اون انسان ها. برادران گرامی قدر، خب چی گفتنیم؟ خداحافظی میکنیم برادرای عزیز. من خواستم که 201 لایک بشه، واقعا نشید. значит مردم نمیخواه که درش برنامه دوام بکنه. با همین خاطر برادرای عزیز بگیم که خدا نگهبانتون تا برنامه‌های دیگر. انشالله که وقت چید ما بگیم یک روز پس همین نیت داریم که برنامه بکنیم وقت بشه. اگر مردم همین چیزا بخواه، نه که غیر این صورت فقط روزای شنبه ما میتونیم که بگیم که 2 ساعت با مردم هم صحبت بشیم. بنویسه رقم تلفن هست، دیگر روزها رو هم بنویسه، انشالله که در نویستگی شما جواب میتیم. هدف همین است از برنامه ها که سرجم بشیم، یک کاری بکنیم برادرای عزیز. برادرای عزیز نگاه کنید که من یک چند دقیقه پیش بود ما را 650 نفر تماشا داره. من خواهش کردم که برادرای عزیز یک 200 لایکش بکنیم، چند قیب بخواه. من هموقا بگیم که بنویسه، شما بنویسه که تا ساعت 9-10 شب بگیم که نوازی 4-5 ساعت دیگه اگر تو ببروی صحبت بکنی بگیم که ببرو صحبت بکن، یگان مشکلی نیست. نه که دیگه قبول کردن نمیتونم برادرای عزیز، برای که من همون یک پرینسیپی خدمت دارم. وقتی که همون کار نشوه، مثال من خدمت چی غم بتیم برادرای عزیز، همین قدر دعوت میکنه میگم این رقمای تلفن بروی زنگ بزنه بنویسه یک وای بکنه کاری بکنیم که پشتی پرده کار بکنیم و یک روز عملی بکنیم همین کارو را. وقتی آدمو دستگیری نکنن، من چی 3 ساعت یا که 5 ساعت بشینم در این برنامه، باور کنید شما منم بفهمید من چند تا کودک دارم، میخوام که برام قطعی کودکام یگان جا برم سیاحت. به همین خاطر برادرای عزیز خفه نشه، کسانی که وارد چیده قبول کردن نمیتونم. در برنامه‌های دیگه همه تا به خدا میسپارم. زنگ بزنید در واتساپ و ابونه شوید برادرای عزیز که ما یگان کار کرده بتونیم. همه گفتنی بدم تا برنامه‌های دیگه. خدا نگهبان. سلام علیکم.